به کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه تماس مستقیم، برنامه شما عزیزان، و در خدمت شما بزرگواران هستیم. می توانید از طریق شماره واتساپ برنامه که زیرنویس شده است تماس بگیرید و در رابطه با موضوعاتی که دوست دارید میتونید صحبت بکنید. شبهاتی اگر دارید، سوالاتی، انتقاداتی در مورد برنامه ها اگر که دارید میتونید با ما مطرح بکنید. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود انشاءالله. همچنین کامنت های شما عزیزان را از طریق صفحه یوتیوب شبکه ندای حق هم در لابلای برنامه پاسخ خواهیم داد. دوستانی که به تلفن دسترسی ندارن میتونن در کامنت بنویسن و انشاءالله در برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد. یکی از موضوعاتی که یکی از دوستان پیشنهاد کرده بود که در موردش صحبت بکنید که چرا بعضی از ملاهای ما در مسائل سیاسی صحبت میکنند و اطلاعات کافی ندارن، مثل جناب صدیقی صاحب که در مورد رئیس جمهور ایران صحبت کرده بودن اینا، و خلاصه صحبت هایی میکنن که بعداً پشیمان میشن. اما سوشال میدیا، کلا میدیا رحم نمیکنه به کسی. همونطوری که بارها گفتم میدیا مثل یک شمشیری است که دو لبه است، هم این طرفش تیز است هم این طرفش. اگر درست استفاده کردی دشمن رو میزنی، اگر اشتباه استفاده کردی خودتو میزنی. و خاصا علمای ما و بزرگان ما، من یادم میاد جناب مولانا متوکل، ابو عبیدالله متوکل رحمت الله علیه، یک سفری آمده بودن در مدینه، با ایشون صحبت میکردم در دفتر وصال. پیشنهاد کردم جناب مولانا الان برنامه شما رو تنها مقتدیان شما، مدرسیای شما و مسجد شما نمیبینن. الان شما برنامه‌تان رو ضبط میکنید، در یوتیوب میگذارید، در فیسبوک میگذارید و کشورهای دیگر خارج از افغانستان مانند تاجیکستان و ایران، اهل سنت، اینا میبینن.
به همین دلیل سعی کنید که این لغت خودتان را، لهجه خودتان را، گویش خودتان را عوض بکنید. یعنی شما الان یک شخصیت بین‌المللی هستید، سعی کنید از کلمات استفاده بکنید که هم برای عزیزانمون در تاجیکستان، هم افغانستان و هم در ایران قابل فهم باشه. خیلی استقبال کردن از این، گفتن الان مثلا شما خیلی دوستداران، بینندگانی دارید در کشورهای خارج از افغانستان، دیگه اون اصطلاحاتی که در افغانستان مطرح هست اونا برای کشورهای دیگر غیر مفهوم هست. من یک پیشنهادی دارم در مناسبت این خواهش برادر عزیزمون که عزیزانمان که در مساجد یا در درس‌های خصوصی دارن، سعی کنن اولا شاگردانشون رو اجازه ندن که این درس‌ها رو فیلم برداری بکنن توسط موبایل. یعنی قبل از درس اصلا سعی بکنید که یکی از مسئولین مدرسه یا همون جایی که درس دارید موبایل ها رو جمع بکنن، در یک جایی بگذارن، شما راحت آزادانه مثال هایی که میدید، مسائلی که مطرح میکنید رو آزادانه میتونید بازگو بکنید. اما اگر این درس های عمومی است که ثبت میشه در سوشال میدیا، در شبکه ها، در وبسایت ها پخش میشه، در اون صورت طبیعتا ادبیات فرق میکنه. الان مثلا من با این ادبیاتی که با شما صحبت میکنم، یقینا وقتی که در جمع دوستان باشیم با خودمانی بخوایم صحبت بکنیم، خب با این ادبیات صحبت نمیکنیم، خیلی خودمانی راحت صحبت میکنیم. و چون دشمن سوء استفاده میکنه، من چقدر کلیپ هایی رو دیدیم از علمای ما، از دعوتگران ما که به دست دشمن یک قسمتی رو گرفتن قیچی کردن. الان دوستا دارن این کارا رو میکنن، چه برسه به دشمن ها. یک قسمت رو قیچی میکنن، بعد شما مثلا در خلال تفسیر یک آیه یک صحبتی خاصی کردید، این قسمت رو میگیرن، یک 30 ثانیه ای رو، 1 دقیقه ای رو بعد پخشش میکنن که ببینید که فلان ملا چی گفته، یا ببینید که مثلا مسلمان ها چه اعتقادی دارن. و این خیلی نیاز به دقت داره که ما این مسائل رو در نظر بگیریم. خاصا در مسائل دین و سیاست اگر کسی صحبت میکنه، مسائل سیاسی، اولا نیاز نیست که هر عالم دین بیاد در مسائل سیاسی صحبت بکنه. ما نمیگیم دین از سیاست جداست، اما وقتی که میید در مسائل سیاسی صحبت میکنید، در مسائل روز صحبت میکنید، اول برید مطالعه بکنید. همونطوری که در مسائل دینی میرید آمادگی میگیرید، برید مطالعه بکنید، جوانب مختلف قضیه رو از مصادر موثق ببینید، بشنوید، با یکی دو نفری که در اون مسائل آگاه هستن. ما چقدر تحلیلگرای سیاسی داریم، چقدر اشخاصی داریم که با این مسائل آگاه هستن، با اونا مشوره بکنید، بعد اظهار نظر بکنید تا خدای نکرده کدام مشکلی پیش نیاد. من در اینجا یک مثال میخوام خدمت عزیزان بزنم که اتفاقا خیلی ربط دارد به این موضوع و انسان باید این رو همیشه در نظر بگیرد. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 104 یک آیه عجیبی است که الله متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. الله متعال در این آیه می‌فرماید که ای مؤمنین به پیامبر صلی الله علیه و سلم نگویید که راعنا، بگویید انظرنا. کلمه راعنا یک کلمه بد نیست. کلمه راعنا در زبان عربی، اگر که کسانی کشورهای عربی زندگی کردن یا رفته باشن، میخواین به بازار چیزی بخرید، به فروشنده که مثلا قیمتش رو میپرسید، میگید چند، مثلا میگه 10 روپیه، بهش میگید راعنا، یعنی مراعات حال ما رو بکن، متوجه ما باش. معانی مختلفی داره این کلمه و بیشتر معنیش به این است که مراعات حال ما رو بکن، متوجه ما باش، به ما توجه بکن، به ما اهمیت بده. یک معنی عادی داره. منتها یهود از این کلمه سوء استفاده میکردن. حالا میگن در عبری معنی دیگری داشته، یا که اونها با یک نیت بدی این کلمه رو استفاده میکردن. وقتی که آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن راعنا، یه پوزخندی میزدن، میخندیدن. الله متعال متوجه این موضوع بود و به پیامبر امر میکنه که به صحابه بگید که لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا، که این باب این فتنه بسته بشه. ببینید گاهی اوقات یک کلمه خوب
که توسط دشمن از او سوء استفاده بشه هم ممنوع اعلان میشه، به خاطر اینکه دشمن رحم نمیکنه. دشمن وقتی بخواد به انسانی ضربه بزنه از هر چیزی استفاده میکنه، حتی از صحبت‌ها، از حرف‌ها، از کلیپ‌ها، از صداها، از نوشته‌ها، از همه چیز. پس الله متعال میاد این کلمه که کلمه بدی هم نیست، این رو میگه که استفاده نکنید، به جاش کلمه دیگری استفاده کنید که معنیش یک معنی است. راعنا، متوجه ما باش، مراعات حال ما رو بکن، انظرنا یعنی به ما نگاه کن، متوجه ما باش یک معنی داره، اما از این کلمه دشمن نمیتونه سوء استفاده بکنه. به خاطر همین به علما و دعوتگران عزیزمون میگیم که اگر میفهمید کلمه موضوعی شاید از او سوء استفاده بشه، نیاز نیست که شما این رو مطرح بکنید و در سوشل میدیا و اگر هم میخواید مطرح بکنید طوری مطرح بکنید که دشمن رو این باب رو بر او ببندید. چون میدونید که در سیاست در افغانستان شاید شنیده باشه میگن سیاست پدر و مادر ندارد. سیاستمدارا عموما فعلا سیاستمدارا مردمای متقی و پرهیزگاری نیستن. عموما دیدید که یعنی سیاستمدارا انسانهای دغل‌باز، مکار، حیله‌گری هستن که هر طرفی که مصلحتشان باشه، هر طرفی که اقتضای مال و قدرت و منصبشان وجود داشته باشه به همون طرف میل میکنن. اما یک عالم، یک مسلمان، یک دعوتگر اینطوری نیست. دعوتگر سیاستمدار نیست. دعوتگر سیاست رو در خدمت دین استفاده میکنه و سیاستمدار دین رو در خدمت سیاست. فرق در اینجاست. یک حکایتی به یادم اومد میگن که یک نفر خدا بهش پسری داده بود، دیگه میخواستن ببینن پسرش رو یعنی تجربه بکنن که این پسر چه استعدادی داره، چی کاره میخواد بشه. خلاص این پدر و مادر یک تجربه عجیبی انجام دادن. آوردن در 3 گوشه خانه 3 چیز قرار دادن. یک جا قرآن قرار دادن، یک جا پول قرار دادن، یک جای دیگر هم شراب، خمر. گفتن اگر قرآن رو گرفت حالم دین میشه، اگر پول رو گرفت تاجر میشه، اگر شراب رو گرفت فاسق و فاجر میشه. خواستن تجربه بکنن پسرشون رو و این پسر رو دیگه ولش کردن که بره اینا رو بگیره. پدر و مادر داشتن اینو مراقبت میکردن. میگن پسر رفت قرآن رو گرفت تو جیبش گذاشت، پولم رو گرفت خلاصه در جیب دیگرش گذاشت، رفت اون پیاله شراب رو هم سر کشید. میگه پدرش به مادرش گفت که بریم این حرامزاده سیاستمدار میشه. سیاستمدار اینطوری هن. قرآن در یک جیبشان، پول در دیگر جیبشان، شراب هم که سر میکشن و ملت رو اگر خواستن با قرآن فریب میدن، خواستن با نه قضیه تاجیکستان رو دارید میبینید، یعنی ما مسلمانیم، ما فلانیم، آیه و حدیث هم گاهی اوقات میگن. به هر حال این مسئله بود که من میخواستم خدمت عزیزان بیان بکنم که متوجه این موضوع باشند تا خدای نکرده مشکلی براشون ایجاد نشود. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. بفرمایید. خوب است ان شاء الله برادر. من خیلی وقت برنامه شما رو نگاه میکنم دوست عزیز. بله. در زمانش را تلاش کنم هم کلام شما سال مبارکتون. سلامت باشید برادر عزیز. بشنوم واقعا شما در رأس متاسفانه بیننده عزیزمون اینترنتشون مشکل داره، صداشون قطع میشه. عذرخواهی میکنیم اگر بتونن دوباره تماس بگیرن، چون عزیزانی که از ایران تماس میگیرن نمیدونم چه مشکلی داره اینترنتشون. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام. علیکم السلام و رحمت الله. جناب استاد خوب هستین؟ صحتمند سلامت؟
سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. حبیب هستم از کابل، شما را زحمت میدم. حبیب جان برادر بفرمایید. در قدم اول خیلی تشکر میکنم و خداوند اجر بده شما را و امثال دیگه استادا را که همیشه در روشن فکری معنوی خانواده ها کار میکنن و سالهای سال است که شبکه وصالت و نور و کلمه رو ما در خانه داریم الحمدلله. سلامت و باشید. خیلی هم تغییرات و تاثیرات مثبت در خانواده داشتم. من خاطر جالب خدا که شما رو نگیرم خیلی کوتاه میگم که بفرمایید. یک زمان ما در خانه همه چیز تعلق به اندیشه فکر انسان داره. بله. وقتی ما ماهواره خانه آورده بودیم همه کس میگفتن که ماهواره بد است، چیزی خراب داره، چطور چنان داره. باز بالاخره ما با برادر مشوره کردم که ماهواره رو کلا فیلتر کنیم و اولین بار بود که با شبکه‌های شما مثل رسالت آشنا میشنیم و حدوداً وقت صنف 12 مکتب بودیم و اما باعث شد که دیده معرفی با شما، معرفی با دیگه شبکه‌ها که بسیار تغییرات مثبت هم در شخصیت من، شخصیت برادر و شخصیت خانواده آمد و این اثر زحمات شما از خداوند خیرتان بدم. الله مترسک. و موضوع دومی که در رابطه با آقای عبدالکبیر که موضوعات روشنی انداختین و خیلی خوش شدیم و خداوند هدایتش کنه، کدام نیت بد نداریم، میفرین کسی رو نمیکنم، الله متعال هدایتشان کنه که آمین. عزت و شخصت مادران و اونا رو حفظ کنه و باور کنید که تا امروز ما نمیتونستیم که آدم چگونه عقیده داره و حالی هم بعضی از خانواده ها مثلا پاریزا به جهانی مجمع افتخار افغانستان چطور چنان دیگه هنوز هم نمیدونستم و خداوند شما خیر بده که زحمت میکشن در قسمت بیداری و چانه و فقط یک خواهش دیگه ای که اگر بخش خواهران که در شبکه وصالت اگر فعال کنین در قسمت آموزش و مثلا تفسیر نور و سوره نساء، هرچند که از کلام شما میآموزن خانواده ولی اگر استادای خانم باشن بخاطر خانم‌های فکر کنم خیلی رابطه خوب برقرار میشه میان خانم‌های خانه و استادای خانم و خیلی تاثیر خدا داره. اگر در این زمینه کار کنید خیلی خوش میشه. چشم، حتما ان شاء الله این موضوع رو جدی میگیریم. تشکر از شما حبیب جان برادر عزیز. تشکر، خدا شما رو خیر بده و خیر بشه. سلامت باشید. تشکر از شما. خدا نگهدار شما. در مورد خواهران انشاءالله سعی خواهیم کرد. من این تماس رو بگیرم چون تماسشون قطع شده بود. بیننده عزیز سلام علیکم، متاسفانه تماس شما قطع شد. دوباره همون مشکل پیش میاد. برادر عزیز الان شما روی خط هستید، بفرمایید عاجل حرفتون رو بزنید چون تماس شما قطع و وصل میشه. بفرمایید برادر عزیز. متاسفانه با تماس هایی که از ایران هست این مشکل رو داریم. برادر عزیز اگر لطف بکنن پیامشون رو بفرستن برای ما صوتی، انشالله در برنامه پخش خواهیم کرد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. جناب استاد صحت داریم، ان شاء الله بخیر هستین. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. صحت و زنده باشید. جناب از مثال یک پیشنهاد داشتم ان شاء الله به طور خلاصه اگر وقت داشته باشین یک مطرح می‌کرد. بفرمایید. جناب استاد من هم دائما اکثر اوقات برنامه شما رو من تعقیب دارم و نگاه میکنم. واقعا همه مسلمان ها و حتی خیلی از انسان های غیر مسلمان ها هم از این شبکه جهانی ندای حق مقصود برن ان شاء الله و این به نفع همه تمام شده. الله به شما خیر نصیب بکنه. سلامت. در این شبکه شما دیگه گرچه مباحث بسیار زیادی بحث میشه، مباحث واقعا مهم و ضروری هست و یک بحثی که من خودم به عنوان پیشنهاد گفتم مطرح کنم به شخص شما جناب استاد انصاری صاحب که اگر درباره همین معرفت و شناخت دقیق همین عقیده ملحد و سکولار که روز بیش از هر زمان در بلخص در افغانستان یعنی به اعتقاد باور جوان ها تاثیر میگذاره، اگر شما در هفته‌وار یا حداقل در ماه یک دو بار شما خودتا یا کدام عالمی دیگری که یعنی متخصص در این بخش باشه که بارها همیگر تکرار میشه و به خاطر از اینکه ما در همین سلاگ‌های اخیر شاید شما هم شاهد باشین
در صفحات مختلف فیسبوک جوانای ما، جوانایی که اهل علم و قلم هستن، نوشته میکنن مثلا همین سلاح ها همه طبیعی است و یعنی فکر میکنم پشت قضیه خالق وجود نداره، همه اینا قهر زمین، طبیعت زمین چی و فلان. اگر عقیده ملحد و عقیده سکولار هم همونطوری که فرقهای دیگر معرفی شده، اینها معرفی شد به همه مسلمان ها و جوانان افغانستان، فکر کنم یعنی خیلی موثر خواهد بود و این عقیده امروز در حال رشد است و همه کفار پشت قضیه استاد شدن، حتی دولت ها در رأس حامی این برنامه هستن. اگر در برنامه شما همین گفتم تحت پوشش قرار بگیره، شاید دیگه برای جوانان خیلی موثر واقع خواهد شد. چشم، انشالله حتما این قضیه رو، گرچه من شروع کرده بودم قبل از ماه مبارک رمضانی که گذشت، 2 برنامه رفتم در مورد قضیه الحاد نوین، اما دوستان دیگری هم پیشنهاد کردن که یک برنامه تفاعلی باشد، یعنی برنامه‌ای که تلفن باشد، مخالفین بتوانند زنگ بزنن، بحث بکنن. انشالله الله سبحانه و تعالی توفیق بده، برنامه در این زمینه حتما انشالله در طول هفته خواهیم گذاشت به یاری الله متعال. الله متعال استان کن. حیاکم الله. فیکم بارک الله. سلام و رحمت الله و برکاته. در مورد قضیه تعلیم خواهران قبلا یک سری برنامه‌ای داشتیم، قرار بود خواهرانی در این زمینه برنامه داشته باشند، اما خلاص یک سری تحولاتی که در افغانستان به وجود آمد این زمینه مهیا نشد. اما از همینجا من اعلان میکنم که خواهرانی که دوست دارن با مراعات حجاب کامل، شروط شبکه ندای حق، همون شروط شبکه وصال حق معروف است که نقاب شرط است، موسیقی ممنوع است، با در نظر گرفتن این شرایط و اینکه منهج ما، روش ما در این شبکه قرآن و سنت است، کسانی که می توانند در این زمینه همکاری بکنن، برنامه‌ای برای خواهران مسلمان داشته باشن، میتونن ثبت بکنن برای ما بفرستن، بدور از مسائل اختلافی، مسائل سیاسی، در مسائل خاص و ویژه بانوان. به طور مثال خیلی مسائل پیش پا افتاده خواهران ما دارن که در مسائل فقهی است، در مسائل احتیاجات روزانهشان هست. خب نمیتونن اینا رو با مردها مطرح بکنن و نیاز هست واقعا که در این زمینه خواهران زحمت بکشن، یک برنامه ای رو هر کسی که بخواد در این زمینه کار بکنه، برنامه ای آماده بکنه برای ما بفرسته، ما با کمال میل و افتخار انشاءالله در شبکه پخش خواهیم کرد. و امروز دیگه میدانید که برنامه ساختن خیلی آسان شده، خیلی آسان شده. شما میتونید که با یک کلیک کردن در مورد هر موضوعی که دوست دارید از طریق اینترنت مطالب رو آماده در اختیار داشته باشید، خاصا اگر با زبان عربی آشنا باشید که واقعا خیلی مسئله خیلی آسانتر از این حرف هست. یعنی امروز یک سایتی رو من چک میکردم، سایت عربی رو به نام منبر الخطبا، منبر به اصطلاح خطبا، امامان مسجد. در این سایت هزاران خطبه مکتوب آماده وجود دارد. یعنی کافی است که شما فقط اونجا بنویسید که موضوع مثلا نفاق بزنید، 10 تا خطبه برایتان آماده. خطبه اول چی بگید، خطبه دوم چی بگید، دعا، همه چیز که از شروع از بسم الله و الحمدلله گفته تا آخرش، تا دعا، همه چیز خطبه آماده، فایل ورد میتونید از اونجا بگیرید. و دیگه نیاز نیست که مثلا امام بیچاره قبلا میخواست بره در یک موضوعی صحبت بکنه، باید یک هفته آمادگی میگرفت، تو کتابخانه میرفت 10 تا کتاب رو زیر رو میکرد. اما امروز همین مسائل خیلی راحت در سوشال میدیا در دسترس عزیزان هست. موضوع دیگری این است که من ان شاءالله در هفته آینده سعی میکنم در این مورد بیشتر مفصلتر صحبت بکنم. امروز یک تحول خیلی بزرگی دارد در بخش میدیا و علم و تکنولوژی رخ میدهد و اون قضیه هوش مصنوعی است که الان در وبسایت ها، در شرکت های مختلف، در حتی
خیلی از شرکت های مانند گوگل و غیره دارن از این استفاده میکنن، مایکروسافت داره از این استفاده میکنه و امروز دعوتگران ما و علمای ما باید به دنبال این باشن چطور می شود از هوش مصنوعی در خدمت دعوت الله استفاده کرد. من انشاءالله در هفته آینده سعی می کنم در این باره در برنامه آروسکه یا در همین برنامه تماس مستقیم صحبت بکنم و بعضی از برنامه ها رو در موردش روشنی بیاندازیم که این یکی از مجال هایی است که باید علمای ما و دعوتگران ما وارد بشن و از این به نفع دعوت استفاده بکنن. همونطوری که دوست عزیزمون در مورد ماهواره فرمودن، من دقیقا یادم میاد سالهای 2000 قبل از 2000 یعنی جوانهایی بودن که در بعضی از کشورها، اسمش رو ذکر نمی کنم، اینها از طرف مشایخشون، از طرف علما، وظیفهشون چی بود که حالا در ایران قلک بهش میگن، این پلخمان میگن، چی میگن، یک چیز سنگ توش میگذاشتن، بچه ها بازی میکردن باش، گنجشک این چیزا رو میزدن. خلاص از اینا درست کرده بودن، میرفتن پشت باما، بعد همین دشانتنای مردم رو میزدن، ماهوارا رو میزدن. اون موقع مثلا یک دشانتن کسی میخواست نصب بکنه $2,000 خرج داشت. اینا میرفتن پشت بام اون رو میزدن، همون راس LC شو میزدن به خاطر اینکه نتونه مثلا کانال ها رو بگیره. بعد که اونو اگر بعد از 10-12 تا سنگی که پرتاب میکردن اگر موفق میشدن که اونو بزنن، الله اکبر، قسطنطنیه فتح شد. و همون علمایی که در اون زمان فتوا میدادن که حرام است، ماهواره و دشانتن حرام است، بعدا خودشون 20 سال بعد اومدن چیکار کردن؟ به اسم خودشون ماهواره زدن، به اسم خودشون کانال زدن. اما نتیجه چی بود؟ ما 20 سال از ماهواره عقب شدیم، 20 سال از کانال عقب شدیم. 20 سال پیش باید ما کانال میزدیم، 20 سال پیش باید از ماهواره به نفع دعوت استفاده میکردیم، اما 20 سال 30 سال استفاده نکردیم. مثلا در خود همین افغانستان شاید به یاد داشته باشید در دهه 90 وقتی طالبا آمدن تلویزیون ها رو دار زدن، رادیو ها رو دار زدن، اما این راه حل نیست و دنیا به طرفی داره میره که شما نمیتونید جلوی این چیزها رو بگیرید. بهترین کار این است که ما از این پیشرفت و تکنولوژی به نفع دعوت استفاده بکنیم، نه اینکه رو تحریم بکنیم. تحریم چاره کار نیست. شما الان، من از دوستان خیلی نزدیکم کسی رو میشناسم که تا هنوزم تو خونش تلویزیون نداره، اما پسر بزرگش کارگردان تلویزیون است، در یک مؤسسه کارگردان تلویزیون است. پدرش تا هنوزم تو خونه تلویزیون نیاورده، چون الان تو خونه تلویزیون بودن نبودن فرقی نداره. الان ماها میگذره من تو خونه تلویزیون رو باز نمیکنم، روشن نمیکنم اصلا، چون الان همه این تلفن ها تلویزیون است، لپتاپ ها تلویزیون است. شما هر جایی که بخواید میتونید خیلی به راحتی وارد یوتیوب بشید، میلیون کانال هست در اونجا. یعنی نمیشه جلو این چیزها رو گرفت. درست است کنترل بکنیم، درست است نصیحت بکنیم. امروز شما به جای اینکه بیاید فرزندتون رو بگید که اینو نبین اونو نبین، قید و بند براش تعیین بکنید، بیاید تربیتش بکنید، بیاید برای اون بفهمونید که این حرام است، این حلال است، این رو ببینی این گناه است. تربیت امروز خیلی نقش مهمتر از این داره که ما بخوایم یک چیز رو ممنوع بکنیم و بعد اونا برن در مدرسه استفاده بکنن، برن از طریق رفقای سوء استفاده بکنن، به شکل خراب از او استفاده بکنن. به خاطر همین تازه مثلا فیسبوک و یوتیوب و اینا آمده بود، مردم تحریم کردن، علما گفتن اینا جایز نیست، حرام است. خب چه دردی رو دوا کرد؟ آیا متوقف شد؟ نه، متوقف نشد. امروز ببینید همه دنیا منتشر شده، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. بهتر این است که از اون استفاده بشه به نفع دعوت. امروز هوش مصنوعی هم همین است. آینده جهان به این طرف داره میره. فردا در همه جا، در همه مؤسسات، در همه سایت ها، در همه برنامه هایی که در سوشال میدیا هست، از هوش مصنوعی استفاده میشه. قبل از این که بیاد دشمن سیطره کامل داشته باشد در این بخش، ما علمای ما، برنامه سازان ما، کسانی که در مسائل آیتی و اینها خبره دارن، در کامپیوتر ساینس مثلا خبره دارن، تجربه دارن، بیان در این زمینه کار بکنن و این خیلی مهم است. من انشاءالله در هفته آینده نشان خواهم داد برایتون. برنامه‌ای هست که شما فقط
باش صحبت بکن، با صوت، با نص، یعنی با تکست برای شما هر مطلبی، هر سوالی که بکنید جواب میده. چرا ما از این هوش مصنوعی به نفع دعوت استفاده نکنیم؟ چرا مثلا ما در زمینه فتوا، چرا همه فتاوایی رو که یک مسلمان نیاز داره، یک خواهر مسلمان نیاز داره، یک برادر مسلمان نیاز داره، توسط هوش مصنوعی ما آماده نکنیم در یک اپلیکیشن که مثلا به جای اینکه طرف بیاد مجبور بشه زنگ بزنه به یک مردی، به یک مفتی، به یک نامحرمی، بخواد سوالات شخصی خودش رو پرسان بکنه، خیلی راحت از طریق این اپلیکیشن بره سوالات فقهی و مشکلات خودش رو حل بکنه. و در این زمینه باید جدا علما و دعوتگران ما فکر بکنن و پا در این عرصه بگذارن. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی از افغانستان، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کمی بلندتر صحبت کنید برادر عزیز، بفرمایید. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان صفحه تلویزیون ندای حق. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. محترم، میشه موضوع برنامه رو بفرمایید؟ موضوع خاص نیست، هر چه دل تنگتان میخواهد بگویید. درست استاد محترم، من یک پیشنهاد به گونه انتقاد کنه داشتم از شما دیگه پوزش. بفرمایید. جناب استاد محترم، خیلی مدت زیاد است برنامه شما را تعقیب میکنیم دیگه. از برنامه تون وقت خوشم میآید، لیکن میخوایم که کمی برنامه را من حیث یک درس خونه برای ما باشه، یعنی که از کارکردهای خودتان یک کمی بگن که شما دیگه همیش دیگه دستان انتقاد به سوی همه مردم از این علما هست. خب بنام عالم هم هستن دیگه، گرچه عالم گونه هست، اما بهتر است که یک کمی از علمای نیک یاد شود دیگه، از کاراشان تعریف شود، یکم دستاوردهای علما دیگه. نمی پیشنهاد من بود، چون تمام برنامه شما صرف انتقاد است، که یک کمی در پالوش دیگه یکم برنامه دیگه هم داشته باشین خیلی خوش میشه. درست. شما صفحه یوتیوب ندای حق رو میبینید برادر عزیز؟ صفحه یوتیوب شما رو میبینیم دیگه. ما برنامه شما که اکثر هم در فیسبوک هست، همینو میگیم که برنامه که لایو میایین یا درست. ببینید برادر عزیز بزرگوار، حرف شما کامل درست، منطقی، اما مثلا ما در ندای حق تفسیر کامل قرآن کریم رو داریم، برنامه های شرح صحیح بخاری، مسلم، اینا رو در آرشیو داریم. بیش از 9000 برنامه در یوتیوب ندای حق موجود است. برنامه های من یعنی بیشتر جنبه افشاگری دشمنان اهل سنت و جماعت داره. یعنی در مدت 12 سالی که من برنامه داشتم کلا روش این بوده. این به این معنی نیست که من مخالف این باشم که نه، ما باید در زمینه روشنگری اهل سنت، در زمینه بیان توحید و عقیده صحیح و مسائل اخلاقی و تربیتی کار نشه. خود منم برنامه داشتم، اساتید دیگری هم برنامه داشتن. مثلا شما نمیدونم بیننده وصال حق بودید یا نبودید، از بین برنامه‌های وصال حق 10% برنامه‌های رد بر شبهات یا رد بر دشمنان اهل سنت و جماعت بود یا رد شبهات بود. 90% برنامه‌های علمی، منطقی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی بود. بله درست است. برنامه شما گفتم که اکثر این تو به طور مطلق یک شخص خطاب بگن، برنامه‌تون عمومی باشه، خوب است که هر کس به خود بگیره. این باعث میشه که انتقام بیشتر شود، تفریقه بیشتر شود. مثلا با همین گروهی به گفته خودتون که خوارج دیگه مناظرات و چیزی که دارین، یکی شما میگن باز یکی اون میگه، یا مثلا با بین قاری عبدالکبیر تا اخیر که شما بحثایی که داشتین دیگه، این تو جنجالات به نظر خیلی زیاد میشه، تفریقه زیاد نمیشه دیگه با این صحبت‌هایتون. ببینید برادر عزیز، تفرقه به معنی چی؟ یعنی الان مثلا قاری عبدالکبیر حیدری ادعا کرده که از دانشگاه الازهر فارغ است، درست؟ بعد میدانید که دانشگاه الازهر یک جایگاه بسیار ویژه و خاص داره در نزد مسلمان ها. یعنی بزرگترین مرکز علمی اهل سنت و جماعت دانشگاه الازهر است. مثلا از دانشگاه الازهر کیا فارغ شده بودن؟ سیاف، استاد ربانی، استاد ایاز نیازی،
خیلی زیاد از شخصیت‌های بسیار بزرگ، علمای بسیار که دارای جایگاه عظیمی در جامعه ما بودن از دانشگاه ازهر فارغ شده بودن. درست است؟ الان من بیایم اینجا بگویم که من محمد انصاری از دانشگاه ازهر فارغ هستم. شما به عنوان یک بیننده من را در کنار کی قرار می‌دهید؟ در کنار استاد ایاز نیازی رحمت الله علیه قرار می‌دهید. نمیگید والا استاد نیازی هم از دانشگاه ازهر فارغ شده بود، محمد انصاری هم از اونجا فارغ شده است و من این حرفم دروغ باشد، خدای نکرده علیاذ بالله دروغ باشد. آیا همین کاری که من انجام میدم کار زشت هست یا نیست؟ زشت است. خب قاری صاحب عبدالکبیر حیدری من با او دشمنی شخصی ندارم، نه پسر کاکای من است، نه پسر خاله من است، نه کدام معامله تجاری باش دارم، نه کدام بحث و جنجال دیگری. او در یک گوشه دنیا، من در یک گوشه دنیا. حرف ما این است که اولا ایشان آمدن در صفحه خودشان یک اپلیکیشنی رو پخش کردن که در این اپلیکیشن به حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها گفته فاحشه. من آمدم به بسیار ادب، به بسیار اخلاق با همین عبارات: جناب قاری صاحب عبدالکبیر حیدری این اپلیکیشن این مشکلات را دارد، لطفا این را از صفحه تان پاک بکنید، معذرت خواهی بکنید. ایشان آمدن به جایی که این رو پاک بکنن آمدن گفتن این شبکه جاسوسی است، محمد انصاری منافق است، فلان است، از این حرفا زدن. درست؟ بعد از اون من آمدم گفتم برادر عزیز تو که این اتهاما رو به ما وارد میکنی، تو خودت حدود 20 سال ملت افغانستان رو فریب دادی که از دانشگاه الازهر فارغ شدی، تو فارغ التحصیل ازهر نیستی، تو یک روزم در دانشگاه الازهر در هیچ فاکولته درس نخواندی، چرا به مردم دروغ گفتی؟ آیا این کاری که من کردم این کار زشتی است؟ این کار نکنه که تایی راستا جناب استاد، چون که اینا استفاده کردن همیشه از نام اسلام و اهل سنت در افغانستان کار کردن. ما در بعضی مسائل دیگه که مثلا با استاد زاهر مناظرات داشتید که خودشان آزاد نشدن، یا با ابو محمد مدنی و همچو. بله من با استاد دایی فقط یک برنامه از ایشان نقد کردم، از استاد دایی. بله. مسائلی که اختلاف داریم نباید که باعث قدر تفرقه شود که نه مسئله تفرقه نیست برادر عزیز، این یک گفتگوی خیلی دوستانه است، یک گفتگوی دوستانه است. یعنی گاهی اوقات طرف مقابل وقتی میآید شما رو متهم میکند، ما هیچ وقت شما بینشی عالی داره، درست است که بگونه یک دوستانه پیش میرید، اما اونا خیلی کار به جایگاه دیگه بالا میبینن که یعنی کلا دیگه باعث میشه که یعنی کل امت اسلام دیگه تکفیر کنن یا بعضی نادانایش. بله شما الان در افغانستان زندگی میکنید برادر عزیز، همین داعشی ها مگر مسجد اهل سنت رو منفجر نکردن؟ حسینی های شیعه رو منفجر نکردن؟ مساجد و مدارس منفجر نکردن؟ انسان های بیگناه رو نکشتن؟ پس ما نگوییم که اینها بد هستن؟ شاید هم دیگه دست داشتن یا نداشتن یا با اونا تعلق گرفت، هرچی که بود درست. انکار میکنن یا نمیکنن دیگه مربوط خودشان است. تشکر میکنم برادر عزیز از نصایح شما، حتما این موضوعات رو در نظر خواهم گرفت برادر عزیز. تشکر بسیار زیاد. سلامت باشید. تشکر از شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز حرف شما درست قبول میکنیم، اما شما فکر میکنید ما دوست داریم یعنی وارد این جنجال ها و این مسائل بشیم؟ نه، هیچ کس دوست ندارد. اما این تماس رو بگیریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. شما دارید با محمد انصاری صحبت میکنید، بفرمایید برادر عزیز، صدا شما داره پخش میشه، بفرمایید. بسیار خوب، شما به همین شماره واتساپ پیام بدید، انشالله بعد از برنامه در خدمت شما خواهیم بود. تشکر از شما. با شما چیز گفتنی دارم، از اینکه بسیار عشق محبت دوستی با شما داشتم
در خدمت شما هستیم برادر. اگر موضوع خیلی خاص نیست می توانید الان مطرح بکنید، هیچ مشکلی نیست. این برنامه اصلا ویژه بینندگان است که مسائلی که دوست دارن. درست درباره اوضاع افغانستان یک خواهش جدی از شما داشتم برادر عزیز. بفرمایید. موضوعی که ما خیلی تقریبا بیشتر از 10 سال میشه برنامه شما را تعقیب میکردم. از شما و از همکارانتان بسیار خوش هستیم و قابل دوست داشتنی هستیم، افتخار ما بودیم. لیکن در اخیر خود شما بعد مرتکب خطاهای بزرگ شدین که این خطاها برای شما میگم که بسیار خطرناک است و نقصتان تمام بشه. باید که حق و باطل تلویث نکنین. برادر عزیز، خودت نام خدا ما اینقدر توانایی ندارم امروز شما بحث کنم به حساب علمتان، به حساب معلوماتتان که درباره حدیث و تفسیر قرآن نام خدا بالاستین. لیکن ما اهل علم هستم. افغانستان بسیار بدتر از یهود است. فعلا مردم مالش در خطر است، ناموسش در خطر است. شما مردم حق و باطل تلویث نکنین. اینا اسلامی نیست در افغانستان. با والله با اروشا بازی نکنین. برادر عزیز مردم بسیار پریشان است. مردم از دست از اینا به تکلیف است. در زمین های مردم 600 خانه را در پنشیر جا به جای کردن، 15,000 خانه را در تخار از سرحد نفر آوردن جا به جای کردن. این پلان امریکا و شوم و پاکستان است. برادر دولت اسلامی نیست. دهی بازی نخورین، فریب نخورین. این دهی بالا اگر چیز معلومات کافی ندارین حتی مداخله نکنین دهی بالا. درست. بسیار خطرناک است اوضاع افغانستان. درست. یک کس آرام نیست. از یک لیده کهربا که یک آدم غریب کاری میکنه میوه میفروشه اینا 20,000 جزیه میگیرن. برادر حالت بسیار پریشانی است. درست. این افغانستان این قوه را کسی در زور نگرفته. این قوه را خودشان نام یکی بود. اینا اونمو شما یک پروگرام دارید این روی چکه و روی چکه، این کرزه و این غنیگک و این طالب و اینا همهشان گل بودین. اینا یک برنامه است که بعد نحو تغییر میخوره. بله. کلشان اداره میشه از امریکای لعین، درست. پاکستانی های نزید. من یک درست حرف شما کاملا بجا منطقی، من حرف شما رو شنیدم. اما الان بدیل کی است به نظر شما؟ الان ما درست است. معقول است. بدیل نمیست که هم پذیری شوه. شما خیلی یک عالم خوب یا انسان شریفی که در تمام مصاحبهای شما تعقیب کنین یک غلطی میزنه غیر از قرآن و حدیث شما او را لوده و احمق بگین. اما حبیب الله حسامه برای شما وزرخواهی کنین و شما کنه بالاتر است و آدم صحیح او به جنگ دعوت نمیکنه. اونا حق خود میخواه مردم. برادر عزیز یک لحظه بفرمایید. اینا برای که جنگایی که تعرض میکنن در قریه با قریه پنشیر و اندراب و تخار این هر طالب کریم را بردیش از یهود بدتر است. چیز خالصن خانه مردم بیره کدام پارسی دبال در خندهار تعرض کنه، در پکتیا تعرض کنه، در جلال آباد تعرض کنه. در یک شعبه یک کس در میدان هوایی فارسی گپ بزن 6 ساعت آزار میسن. پشتو گپ زنی میگه برو. بسیار خطرناک است اوضاع. برادر عزیز یک چیز دیگه که شما را مفصل‌تر معلومات کن. خب چیز دارم به خدا را چیز دارم آدم خوب هستی. ما خودت چیز خیلی چیزا را مستفید شدیم. صحیح. من اجازه میدین که یک چیز از شما بپرسم برادر عزیز. الان شما هر چی که گفتید من حرف شما رو شنیدم، بینندگان ما هم شنیدن. اما یک مسئله ای است. الان شما هم در خارج از افغانستان زندگی میکنین، در عربستان زندگی میکنین، شاید منم در خارج از افغانستان زندگی بکنم. مردم افغانستان زمانی که مجاهدین کابل رو گرفته بودن، جنگ های داخلی شروع شده بود، من شاهد صحنه هستم. مردم میگفتن یهود بیاید، نصارا بیاید، هندو بیاید، بت پرست بیاید، مقصد ما را از شر این جنگ های مجاهدین نجات بده. درست؟ بعد از اون 20 سال دموکراسی آمد. در این 20 سال حکومت جمهوری و دموکراسی 40-45 کشور خارجی آمدن با نیروهایشان قریه ها را بمباران کردن، خانه های مردم را بمباران کردن. همه کسایی که در حکومت بودن شاید گزارش اخیر پولهای
کثیفی که در دبی خانه خریده شده دیده باشید که فقط کمترینش خالد پسر عطا محمد نور است که یک خانه خریده به 6 میلیون دلار. درست؟ همینایی که در حکومت جمهوری بودن پول امریکا هم گرفتن، پول ناتو هم گرفتن، پول ملت هم گرفتن، تجارت کردن، بزنس کردن، وطن به طالب رها کردن، بلند شدن رفتن امروز در ترکیه، در دبی، در اروپا، در امریکا هیچ نوش میکنن. درست؟ خب همین مولوی صاحب حسام ما قبلا هم یک صحبتی با ایشان داشتیم، اگر یادتان باشد در زمان در تقریبا حدود 2-3 سال پیش بود، بله، که ایشان یکی از علما رو متهم کرده بود که فلان و علان است که جوابش دادیم. بر صورت ایشان در صحبت اخیرشان آمدن گفتن که در افغانستان امروز جنگ کردن بر علیه اینها فرض است، واجب است. با کی؟ یعنی جنگ کی با کی جنگ کنه؟ کی با کی جنگ کنه؟ مثلا کی با کی جنگ کنه؟ بگید شما. خوب است. اولش خود او برنامه که شما اشاره در جنگای کابل کردین، جنگای کابل ما والله بالله انصاری صاحب محترم، ما خودم در متعلق مکتب بودم، رفتم اسلحه گرفتم، در جبهه بودم، پاکستان آمدم، طلا گرفتم، $1 میلیون از درخت مردم نخوردیم در زمان جهان. فلک‌ها مجاهد دیگه بودن، مجاهدین خوب بودن، اما همین تنظیما، امیر ربانی و مسعود و حکمتیار و سیاف و مزاری و امینا کابل خراب کردن یا نکردن؟ شنیدم همه آنها رو شنیدیم و همه آنها رو از نزدیک شاهد بودیم، اما آنها گذشت. امروز امی مولوی صاحب حسام که میگه که باید جنگ شود، جنگ کی با کی جنگ کند؟ صحیح است، امی حق و حقوق میخوان، کی با کی جنگ کند؟ کی با کی جنگ کند؟ نه الان که ایشان میگن که باید جنگ شود، ایشان میگن که حکومت طالبان یک حکومت غیر قانونی است، یک حکومت غیر اسلامی است، یک حکومت غیر شرعی است، باید بر علیه آن جنگ شود. خب موافق هستین؟ الان همین جنگ رو کی میخواهد که بکند؟ خود مولوی صاحب حسام یا که جمعیتیا یا که نمیدانم امرالله صالح، عطا محمد نور، کی میخواد همین جنگ بکند؟ خب احمد مسعود که در فرانسه شکر میزنه، از اونجا میگه که مقاومت، بچه مردم بیچاره اونجا در سنگر از گرسنگی در کوههای پنشیر میمیره، کسی نیست که با او کمک بکنه. مقاومت در صورتی میشه که یک چیز دیگه از شما بپرسم، یعنی یک سوال آخر اجازه میدین چون شما فکر کنم از مسائل دینی اطلاع دارید. بله، امی در زمانی که امریکا در افغانستان بود، در امی 20 سال 40 کشور اروپایی هم با عنوان قوای ناتو و آیساف در افغانستان بود. آیا در آن زمان جهاد بر علیه کفار بر ملت افغانستان، بر مولوی صاحب حسام و امثال آنها فرض بود یا نبود؟
یعنی در این 20 سال، یعنی در این 20 سال قوای ناتو، در این 20 سال قوای ناتو و قوای آمریکایی خود طرفداران خودشان را در افغانستان میزدن، میکشتن. درست است؟ یعنی همینطور بود؟ درست است برادر جان عزیز. یک 5 آمریکایی را به طالب به خدا قسم نکشته، 50,000 اردوی ملی را نکشتن دادن همین فدرالات آمریکایی‌ها و همین خود نفرای یعنی مثلا این همه طالبی که در دشت لیلی کشته شد، در تورابورا کشته شد، در شاهیکوت کشته شد، اینا کلشان نفرای آمریکایی بودن که خود آمریکایی‌ها اینا را کشت. درست است؟ بله در تورابورا اینا مجالب بود. در تورابورا بود اینا در تورابورا او موضوع علایده بود. وقت امریکا هر رقم نفر کشته شد مشکلی نه، اهداف شما خود تحقیق میکنه. درست. اینا اهداف خود تحقیق میکنه. یعنی شما ایره میخواین بگین که همین جبهه شمال را که آمریکایی‌ها در بن، همین عبدالله و یونس قانونی و عطا محمد نور و فهیم و امینایی که رفتن در بن افغانستان را به امریکا فروختن، اینها که امروز جبهه مقاومت نام دارن، اینها دشمن آمریکا بودن و اونهایی که کشته دادن، زخمی دادن، خانه‌هایشان خراب شد. وقتی که توانایی نداشتن چرا رفتن در بن افغانستان را به امریکا فروختن؟ رابرت گیتس در کتاب خودش میگه، وزیر دفاع وقت آمریکا، که به عبدالله 200 میلیون دادم، به فهیم 400 میلیون دادم، به نمیدانم به عطا محمد نور چند صد میلیون دادم. خودش در کتاب خودش اینا را ذکر میکنه. همینا رفتن افغانستان را فروختن خب به امریکا. تشکر از شما. زنده باشید. تشکر از شما. من هیچی نمیگم بینندگان عزیز، قضاوت با شما باشد. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم برادر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دارید گپ میزنید با من، بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه برادر. من میخواستم جواب امی آقا رو بزنم. امی دقیقه که از طالبا بعد میگفت از رژیم سابق که دز بیادبی میشه که حرفا رو بزن، مجبور هستن بزن ناموس فروش. از اونا هنوزم دفاع میکنن. اینا برای طالب میگن که نوکر امریکا بود و نوکر پاکستان. دیگه امریکا با گفتی خودت نوکرهای خودم میکشه. پاکستان فعلا تمام مشکلات مرتبط همراه امریکا همراه پاکستان است. فعلا این افغانستان مشکل بزرگ داره که پاکستان که ایران داره. ایران همیشه دشمن افغانستان بوده و است. رژیم ایران مقصد است که کل ایرانی ها رو گفتن میتونیم که رژیم رافضیش که است. همین آقای دیگه که در افغانستان دربارش گپ میزنی، این خود جاسوس ایران است. دست داره، تحصیل از دین اسلام داره، تبلیغاتش به ضد دین مقدس اسلام است. ایده بوداره کن من نمیتونم گفته که نمیتونم که می اهل تشهیر کلش ما نمیگیم. درست است کاملا. همین رافضیاش ما شما به یاد دین گفتم میتونم، یعنی چرا عیسوی که هست، یهود که هست، نصارا که هست، قدر توین بر ما شما نمیکنه، برای دین مقدس ما کینا میکنه. نشریاتشان رو ببینید، تبلیغاتشان رو ببینید. این مسئله از دیگه. این مسئله دیگه که دوست ما نه، این هم یک از زمین انسان‌های هست که معلوم میشه در ظرفاش که تعصب رسانی داره. هفت چیز تنها سر پر گلبدین انسان خوب نیست. ما میگم 43 سال پیش من در پاکستان بودم، دیدم از گلبدین، مسعود، ربانی، اینا همشون از ربانی گپ نمیزن، از بچهش بازم میبخشن که حرف معروف میزنم که در کابل یک مورگوخانه بزرگ تیار کرده بود که تنها در اونجا انگلیس ها می آمد. چیز استرالیا و انگلیس ها از دو حرف نمیدن که ناموس فروشی. در 20 سال اینا کجا بودن؟ در 20 سال من برادرم در افغانستان از ما، از فامیلای ما، از چیزا باور که خصوصا همه طبقه خانما هم
همشان راضی هستن. درست. یگانه اشتباهی که فعلا نمید کل ما و شما دعا میکنیم که بخیر که خیر خوبی خداوند کمک کنه، یعنی مدارس دخترانه باز شود بره دیگه. در باور که پیش از آمدن طالبا خودمون یک دفعه راست داشتم از طالبا که بیاید چی، اما حالا که میبینیم در ظرف 70 سال در افغانستان در پیشرفت نشده که در ظرف 2 سال یا 3 سال درست پیشرفت. این رژیم سابق چی بود؟ دول ویدیوهایشان از نشریاتشان از برادر مسعود، از خود مسعود، از بچه مسعود، از زن مسعود، از زبانی غیر مدنای ما رو فروختن. در فرانسه یک خیابان به نام مسعود که مانده، خیابان فکر میکنه از خاطر مانده که مسعود دوست دارن یا افغانان دوست دارن. نوکرش بهترین دوست، بهترین رفیق مسعود اون یهود است. درست. پیش از 3 ماه پیش امی بچه مسعود رفته بود از یهودا کمک خواسته بود که من سلام بدید و وزیر طالب جنگ کنم پیش از مسئله فلسطین. حال در فلسطین تا که چی حالت از اینا حرف نمیزنند که در فلسطین طفل ما، زن ما، ناموس ما چی حالت از اینا حرف نمیزنند. فعلا که در افغانستان ناموس ما در امان است، طفل ما در امان است، وطن ما سابق عذاب خود ما استفاده کرده نمیتونستیم. ایران میگرفت، پاکستان میگرفت، در خاک خود اختیار نداشتیم. اینا کجا بودن؟ از این لفظ از آقا معلوم میشه دزدک هستن، تعصب لسانی، تعصب قومی داره. مسائل شخصی را مطرح نکنین برادر عزیز، اما امروز مسائلی که در افغانستان است مثل روز روشن است. مردمی که در افغانستان زندگی میکنه، مثلا این برادر در سعودی نشسته، یکی دیگه در آلمان، ما در یک جای دیگه، ما بگیم در افغانستان مقاومت شود، جنگ شود، یعنی چی؟ یعنی دوباره مردم به جان هم دیگه بیفتند، خانه مردم خراب شد. اینا میخواد که بازم امریکا بیاید، بازم 47 مملکت بیاید که در افغانستان بازم اونمو بیناموسی، اونمو چور، اونمو چپاول، اونمو اینا رو میخواین. درست. اینا رو میخواین. درست. تشکرش. بودن. حالا بچه مسعود در کجا نیست که نمیره گدایی نمیکنه؟ در کجا بچه مسعود در کجا نیست که نمیگه برای من صلابتی که در مقابل مسلمان، در مقابل اسلام و دین در طالب کینا میگه نوکر پاکستان است. چرا که پاکستان خیلی مشکلات داریم با شما؟ چرا پاکستان در رسمیت ما نمیشناسه؟ درست. تشکرش. از اینا در پاکستان رفتن پناه بردن، خود از اینا. بله. اینا شرم عیان ندارن، ترس از خدا ندارن. هنوزم باور کو برادر قند، باور کو در افغانستان فجایع بود، از افغانستان میخواستن یک تایلند جدید بسازن. درست. من 5 سال پیشم رفته بودم افغانستان. از افغانستان چیزی که در افغانستان نمیدونم آدم شرم است که در تلفن در تلویزیون چیزا رو بگه. درست. آقا آمده که طالب چیز است، خدا بشرمانیتونه، خدا بشرمانیتونه. بسیار تشکر برادر. تشکرش. پروگرامایتون بسیار پروگرامای خوب است، خصوصا چشم مردم ما رو که باز میکنه از زمین نافذی ایران که چی جنایات بر اسلام کردن و میکنن. یا آقای دیگه که در افغانستان هست باور که جاسوس چیز از ایران هست. تشکرش. تشکر زیاد وقت نمیگیرم. تشکرش. خدا نگهدار شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. تشکر استاد محترم و معزز. من محمد هستم از مزار شریف و تماس شدیم. محمد جان بفرمایید. استاد محترم کسی هستم که برای شما مسیج کرده بودم و وایس روان کرده بودم، اسکرین شات روان کرده بودم در مورد خیانتی که در صفحه قاری صاحب هنوز هم قاری صاحب میگم چون خیلی قاری های قرآن احترامشان ندارم. درست. ولی خیانت بزرگی شده بود در صفحه قاری عبدالکبیر یا عبدالشکیب، احمد شکیب به اصطلاح. بله. عبدالکبیر دیگه ما پیام برای شما ارسال کردم و شما پیگیری کردین. خداوند از شما راضی باشه، در پناه حق باشین. همیشه من خیلی خوش شدم که باعث ازی شدم که شما پیگیری کنین و خداوند شما را هم سبب ساخت که بسیار از جوانای ما به این مورد آگاه شوند. بله. و یک روشنگری بسیار بزرگ انجام دادیم. محمد جان شما در مزار شریف زندگی میکنید درست؟ بله. شما در مزار در ولایت بلخ زندگی میکنید درست؟ بله من در مزار شریف زندگی میکنم،
یک سوال از شما میپرسم. بیننده پیشتر زنگ زدن گفتن که الان در افغانستان اگر پشتو گپ نزنی طالبا اذیتت میکنن، امنیت نیست، ظلم است، ستم است. میشه بسیار مختصر بگید چشم دید شما وضعیت افغانستان الان نسبت به زمان جمهوریت بهتر است یا بدتر؟ بله صدای من را دارین؟ بله میشنم، بفرمایید. بله صدای من را دارین؟ بله صدای شما هست، بفرمایید. درست است. من راجع به او برادرم نظر خودم میتونم، ولی قبل از اون میخوایم که در مورد موضوعی را که خودم مطرح کردم یک کمی نظر بتم. بله. یعنی در مورد قاری عبدالکبیر. بله. استاد محترم، همین موضوع خیلی خوب شد که شما روشنگری بسیار زیاد کردین. خداوند راضی باشه از شما در قدم نخست. و ثانیاً عرض ما به شما این است که امیر در آخر موضوعش بدون نتیجه ماند. یعنی بدون نتیجه هدف من این است که شما یک باعث یک گروهی که دارین، شما مطرح هستین، شما با علمای بزرگی در تماس هستین، شما میتونین که موضوع در حکومت افغانستان مطرح کنین که در آینده همچون کسایی که میخواین همچون نفاق، همچون بیادبی های را انجام بده، همچون نفاق های را پرت بین مردم، دولت در نطفه اینا را خنثی کنه. یعنی نگذارن که نه، این موضوع این دوسیه کامل از واقعیت هایی که وجود داره، شواهدی که از مدرسه‌ای که ایشان دارن، همه اینا در اختیار حکومت هست و دارن تحقیق میکنن، پیگیری میکنن و انشالله این موضوع قضیه مادامی که تهمت به ام المؤمنین عایشه صدیقه باشد، ما به این آسانی نمیگذریم از این موضوع. انشالله که دولت هم کار خودش انجام میده. انشالله تعالی. به خاطر که من خیلی خوش شدم، خرسند هستم که این موضوع خیلی که جوانا توسط از این موضوع روشن شد، ولی در اخیر من تو احساس کردم که چیزی جلوگیری صورت نگرفت، جلوگیری که باید از طرف دولت صورت بگیره. و این که بله صدای شما واضح است، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. محمد جان ما صدای شما رو میشنویم، بفرمایید. درست است. و فعلا میخوایم در مورد برادری که از فکر کنم از طرفدارای احمدی مسعود یا گروه جمعیت و اینا بودن، درباره از اون نظر بدم که اونا قسمی که صحبت‌هایشان معلوم میشه و در اخر عکس العمل شما هم که گفتین ما به مردم واگذار میکنم، یعنی تمام صحبت‌هایش پر از تعصب و کوری قومی بود که وجود از را فرا گرفته بود. و ای که میگن مثلا در افغانستان اگر پشتو گپ نزنی چطور و چنان. درست است. من این موضوع را تا اندازه قبول به این میکنم که مثلا بعضی از طالب ها هستن در حکومت هستن، اونا فارسی را یاد ندارن. خب مجبور است که وقتی که میری یک چیز در پشتو پرسان میکنن دیگه، خب انگلیسی هم روی ما گپ زدن نمیتونن. درست. واضح خاطر بعضا چیز میکنن، یگان سوالای پشتو میکنن یا دیگه، ولی نیست که مثلا اگه ما باز جواب فارسی بتون باز اونا بگیرن سالار مرا بکشن یا که یک دلار رو بگیرن مرا شلاق بدن که چرا تو فارسی گپ زدی یا چرا تو ازبکی گپ زدی یا چرا بلجی هزارگی گپ زدی. گپ نیست. ما در کابل چند پشت پاسپورت رفتم، خیلی که کار خوب پیش میره. نوبت است حتی بعض جایا که خودی برادرای پشتون که مثلا در ریاست پاسپورت میخواستن بی‌نظمی ایجاد کنن در حساب نوبت اینا، خیلی که با اونا برخورد جدی میکردن که در لاین استاد باشن، حتی خیلی سخت میگرفتن بر از اونا بیشتر از دیگه. ما این شاهد بودم، برای کلی سخت میگرفتن ولی چی نشه. ولی اون برادر یعنی من نمیفهم که شکایت‌های خود از کجا داره آورده بود و از چگونه میتونه که یک انسان با وجدان و آزاده بیای از گروه پشتگیری کنه که همیشه طالبا رو متهم به این میکنن که مثلا نوکر پاکستان. درست اگه اینا رو در زمان مثلا پاکستان حمایتشان کرده، اینا کس رد نمیتونه تا اندازه حمایت کرده و به نفع خودش بوده. ولی امروزه ما شاهد حالش هستیم که هر روز اگه حتی 1 متر هم پاکستان بخواد که در وطن ما بیاید، طالبا به دهنش با مرمی میزنن و از نوامیس ملی، از خاک افغانستان، از واجبش دفاع دارن تا فعلا. و ما از این لحاظ خیلی خوش هستم. ولی ما با بعض نکاتی هست که میخواستم برای شما پیشنهاد کنم که دربارش گپ بزنیم تا به گوش برادرای طالبای ما هم برسه. اویی است که مثلا مهمترینش همین مکاتب دخترانه و تحصیلات و ایناست. درست. و موضوع بعدی است که یک ذره تعیینی هایی که در بین از اینا هستن زیادتر تو شما را حتی گفتین که در یک از برنامه‌هایتان
شکل خیشخوری و مثلا اندیوال ساراری نباشد. بله تا اندازه رونق پیدا کرده که اینمی تو موضوع یعنی تعصبات. درست. تو موضوع خیلی که درست. جدی است امیر پیگیری شده که حالش خدا نکرده که نشه که مثلا دولت فعلی که ما شما داریم نسبت به دولت‌های قبلی خیلی خوب است. درست. نشه که این مثلا دچار یک مشکل بسیار سخت و درست. شوا که با تبرز نکنن جلوگیری کنن. درست. تشکر محمد جان. گفتنی من برادر برادری است که مثلا زمانی که مسعود فهیمی آمده بودن خانه‌های هندوها را به زور گرفته بودن بیرونشان انداخته بودن این وقت اونا کجا بود؟ وقتی که در پاکستان وقتی که اینا میگن طالبان نوکر پاکستان وقتی که اینا حکومت نجیب شکست داده بودن و جنرال عبدالحمید بود کی بود که وقت آمده بود رئیس آیسای پاکستان اینا در مسجد عیدگاه کرجگاه نماز میخوندن از خوشحالی. درست. درست. تشکر از شما محمد جان. اونا رو نمیگن یعنی درست. برای من خیلی جای تعجب است که یک نفر چطور میتونه پیشرم شود. مثلا طرفدارای احمد مسعود که پدرخواندشان همون یهودی است. تشکر. تشکر از شما. بخیر باشم. تشکر. خداحافظ. خداحافظ. بیننده عزیز من از تاجیکستان سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز بفرمایید. استاد خوب هستین؟ سلامت باشید. تشکر از شما. الله متعالستان کند. امین. استاد عزیز من از تاجیکستان هستم. بفرمایید. میخواستم در باره همین برنامه شما با مخالفانی که جمهوری تاجیکستان که هستن استاد کبیری محمد اقبال و گروه بسیار که شما دیروز بود والله برنامه‌تون دیدم میخواستم که مبین همیا خود شما بدروین استاد جان همین بعضی هستن بحث ها هستن مبین همین گروه 24 و گروه استاد محمد اقبال یا بگیم درست. بعضی اختلاف های هستن. بله من قبول دارم که در وقتش مقصد همین استاد کبیری و حزبش بعضی اشتباهات کردن بعضی خطاهای بود. بله. نه که الان استاد جان میخوام که همین هر دوشون همه حوزیده در تاجیکستان مخالفان اساسی استاد محمد اقبال و حسین اشرف که از گروه بسیار هستن. بله. خیلی بیننده زیادی دارم و مبین همین هر وقتی که ما میدونیم پیشنهاد میکنیم که شما همراه شوین و مقصد یک جا شوین و قوی شوین بر بگردیم به تاجیکستان نمیدونم به هر جای هست یا که یگان چیزی بتین که خلق بخیزه و پیش اوش میره پیش گروه بسیار میره که میگوی که مقصد همین خیلی کنید مقصد همراه شوین اوش میگن نه مقصد او یک خطاگی دارن و یک چی دارن پیش ایش میره میگن یک خطاگی دارن. من اتفاقا دیروز در برنامه‌ای که داشتم یکی از نکات مهمی که مطرح کردیم همین بود که بین مخالفین بین برادرانی که هستند باید یک اتحاد همبستگی وجود داشته باشد. یکی از اسباب پیروزی در مبارزه این است که وحدت و همدلی باشد. بله استاد جان همون برنامه شما را تماشا کردیم و خیلی خوشحالم شدیم که در همینجا و برادر ما از گروه 24 بود و همون برادر رو فراموش کردم. واقعا گپای خیلی خوب بود و منم طرفدار هستم که استاد کبیری با برنامه شما دعوت میکنین یا که اونها شما را دعوت کنن الان آوازی مرا میشنون و میخوام بسیارتر درباره همین چیز شود. استاد عزیز همین جنگی که الان آوازه مقصد یک چیو هست که مقصد گروهی با افغانستان مقصد با حمله میکنن و مقصد جنگ میشود در افغانستان اساسش چریز تاجیکستان رفته است استاد عزیز. همه چیه اونو پسری پیشین بود حاضی نمش فراموش کردم. درست. گروهی چیز بود. به هر صورت این فشارها و این سختگیری‌ها در آخر سبب می شود که مردم کاسه صبرشان لبریز شود. بله استاد
تشکر از شما برادر عزیز. و هفته یک گفته بودین که استاد یک مقصد این روز جمعه را روز حجاب چی کنین، مقصد با چیا چی کنین، با کوچه ها براین، مقصد زنو. بله بله. انا استاد یک خیشی ما در چی کار میکنه، در امنیتی تاجیکستان کار میکنه. یک دو روز پیش خودش گپ زدم، راستی گپ گفتم مقصد که امنیت چی عمل میکنه در روز جمعه، مقصد هست ترس در دل امنیت هست. مگه مجلس چی؟ در مجلس گفتن که انصاری تروریست همین برنامه را مقصد روی دست دارد و مخالفان همراه هستن، این کار را میکنن و سلاح هم دارن. به اون هم فرمان دادن هر بعد نماز جمعه کروچی مرد زن میبروین احتیاط کنه گفتم و همون گس با من همین خیلی گفت. درست. خیلی ترس بسیار دارن این امنیتی تاجیکستان و این رحمانوف. واقعا این مردم ما به حد استاد عزیز ترس در دل به حد زیاد دارن و استاد عزیز راستی گپ بعضی وقت هم استاد جان دل معیمی مخالفان هستن، خطاگیایی که داشتن استاد جان بازی ماجی در خطاگی ندارن، بازی الان ماجی فهمیدن مقصد خطاگیای خودشونه. من میخوام که اگر که دوباره دولت رو گرفتن 30% نه 100% بگیرن. درست. 30% 50% ایجاد دیگر نباشد، صلح هم نباشد، یا رحمانو یا که دولت اسلامی باشد یا که مقصد یک حاکمی بیاید که خود برای الله و سنت و برای مردم خدمت کند. درست. تشکر از شما برادر عزیز. استاد عزیز ما واقعا همین مردم افغانستان التماس صبر کنید. ما آرزو داریم که حداقل طولی بیاد در تاجیکستان ما حکمرانی کند. رنگ شما آزاد مسجدان باشن، آزاد مدرسه هم باشن، آزاد همه چی باشن. استاد عزیز من در یک شهرهای رسی هستم، دستافکا کار میکنم. الان اینجا هوا خیلی گرم است. استاد عزیز هر وقتی که در راه رفته هستم استاد یک پرند روما یخسو میکنم، یک مزن اویانی میبینم در نظرم. استاد عزیز بعضی وقت واقعا گریه میکنم، دیگه برداشت ندارم که ای کاش وطن ما هم آباد میشد. مقصد رنگ افغانستان باشد، سلاح باشد. ما واقعا نمیترسیم از ما، میخواهیم که عبادت حلال خودم رو کنیم در وطن. درست. و فرزندای ما این خیلی نشوند. از مردم افغانستان میخواهم که به یگان مقصد چی نکنن که دولت ما به طالبان گرفتن، مقصد خیلی چی شده است، حکومت طالبان است. مقصد میخواهیم مقصد دموکرات شود یا که هر چیزی که باشد. ارزو تاجیکا ارزو شما را دارن، باور کنین ارزو شما را دارن. مردم افغانستان هیچ وقت به این فتنه ها گرفتار نشویم. درست. تشکر از شما. ما ارزو داریم استاد عزیز که همسرای ما یا که خواهرای ما مادرای ما مثل شما باشند و سطری و در خانه باشند. حتی نمیخوایم به بزرگ بروند، باور کن نمیخوایم به بزرگ بروند. درست. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. سلامت باشید. زنده باشید. الله متعالستان کنه. جزاک الله خیر. یاکم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام جناب انصاری صاحب. زنده و سلامت باشید، بفرمایید. زنده باشید. بنده عبدالکریم هستم از ولایت هرات. برادر عزیز از ولایت هرات عبدالکریم عزیز، بفرمایید. قربان شما، زنده باشید. اولا یک دنیا سپاس از زحماتی که در طول از این سالها در بیداری امت اسلامی شما کشیدین، چی در دوران مثال بودین و چی در این زمان. سلامت باشید. الله سبحانه و تعالی خودش حجر شما انشاءالله عطا بکنه. آمین. و خواستم که نظر شما داشته باشم راجع به علمایی که تازه از طریق میدیا در عرصه دعوت پا گذاشتن. البته دو گروه انسان ها به اسلام ضربه میزنن، کسانی که افراد میکنن به دوم کسانی که تفرید میکنن. اینا به نحو خود میتونن ضربه زننده به اسلام باشن و در عصری که تعداد زیادی از جوانان ما به اروپا میبینیم، در وقت بعضی آمریکایی رفتن، تعداد زیادی از مردم ما 2 میلیون از کشور خارج شدن. بله. و این علما
اکثرا از طرف از او انسان ها پشتیبانی میشن. چون اینا وقتی که متاسفانه جهان ها رو ما میرم به کشورهای اروپایی به جایی که صنعت، علم و نکات قوت از اون مردم یاد بگیرن، نه تیکتاکر میشن، یوتیوبر میشن متاسفانه. و این علما هم از جانب از اینا تایید میشن. حالا این علما طبق دل از اونا فتوا میدن، اونا هم بابا و چچا میزنن. اگر این اشخاص از اینستاگرام و از یوتیوب های از این انسان‌ها بیرون بشن، هیچ کسی دیگه از اینا نمیمونه. در داخل افغانستان هم فتنه افکندن. ولی من نمیخوام نام بگیرم چون درست نیست، به صورت خصوصی به شما پیام نوشتم. حتی کسایی هستن که شاید از این برنامه‌های شما بارها آماده باشن، نشسته باشن و ما امیدوارم که در این عرصه روشنگری بشه و اجازه داده نشه کسانی به نام دانشمند و کارشناس علوم اسلامی هر چیزی که به زبانشان میه به فکر جوانان تزریق بکنن. زیاد وقت شما نمیگیرم، صحبت زیاد شد. دارید دوستان صحبت زیاد میکنن و نخود من صحبت زیاد کنم. دوستان خواهش میکنم که کمتر حرف بزنن تا سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید. الله متعارف سن کنم. در تایید صحبت‌های برادر عزیزمان، ببینید ما بارها صحبت کردیم در برنامه‌های مختلفی، موضوع رو با جدیت بیان کردیم که یک عالم، یک دعوتگر نباید به خاطر رضای مردم، به خاطر خوشحالی تعدادی از انسان‌ها یا به خاطر اینکه لایک بیشتر بگیرد، طرفدار بیشتر داشته باشد، بیننده بیشتر داشته باشد، یعنی بر باب دل مردم صحبت بکند. رضایت الله سبحانه و تعالی باید برای یک انسان عالم، یک انسان دعوتگر مافوق رضایت بشر قرار داشته باشد. چون تعداد بیننده‌های بیشتر، طرفداران بیشتر دلیلی بر حقانیت انسان نیست. الان مثلا شما یک کلیپ اسلامی، یک برنامه، یک آیه، یک حدیثی رو ترجمه بکنید در یوتیوب بگذارید، برنامه خودمون رو مثلا 4000 5000 نفر، نهایتش 10000، خیلی موضوع داغ باشه 20000 30000 نفر میبینه. اما یک انسان فاسق و فاجری یک کلیپ فسق و فجوری رو اگر درست بکنه در 24 ساعت 1 میلیون بیننده میگیره. آیا تعداد بیشتر بیننده دلیل حقانیت است؟ نیست. الله سبحانه و تعالی در هیچ جای قرآن نگفته که اکثریت بر حقن. اکثرهم هم الفاسقون، اکثرهم هم الکافرون، اکثرهم هم المشرکون. یعنی اکثر همیشه در قرآن مضمون بوده. چون در اسلام نظام دموکراسی نیست که اگر اکثریت یک چیزی رو قبول کردن این میشه حق، این میشه قانون. نه، در اسلام معیار حق است، معیار قال الله و قال رسول است. من در یکی از برنامه‌ام گفتم یک روز از حذیفه رضی الله عنه که سر رسول الله صلی الله علیه و سلم در نزد ایشان بود و در بیشترین احادیثی که ما در مورد فتنه های آخر زمان داریم از حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه روایت شده. کسی از او میپرسه که چطور انسان میتونه متوجه این بشه که گرفتار فتنه شده یا نشده. ایشان در جواب میفرمایند که اذا احب احدكم ان يعلم اصابته الفتنه ام لا فلينظر ان كان راى حلالا كان يراه حراما فقد اصابته الفتنه. یعنی یک چیزی را که دیروز حرام میدانست اگر که بعداً آمد او را حلال دانست، این یکی از علامات گرفتاری در فتنه است. انسان در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که رضایت الله سبحانه و تعالی رو بر غضب و ناراحتی مردم بخرد، در آخر هم الله از او راضی می شود و هم مردم از او راضی می شوند. و کسی که رضایت مردم رو در مقابل غضب الله متعال بخرد، در آخر هم مردم از او ناراض می شوند، هم الله از او ناراض می شود. پس هدف ما در دعوتمان نباید والله به خاطر گل روی فلان و علان باشد. روزی که به طور مثال ما اومدیم در مورد جنایتکارانی صحبت کردیم، در مورد کسانی که با دین بازی کردن صحبت کردیم،
ببینید که در چه حال و روزی است. حتی همون نزدیکترین دوستان ما هم اومدن با ما دشمن شدن. ما آمدیم از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع کردیم، از شرف رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع کردیم در مقابل چرندیاد حکمتیار که در مورد صحیح بخاری صحبت کرده بود، یک مسائل غیر منهجی، غیر علمی. حتی کسانی که سالهای سال به عنوان عالم و دعوتگر بودن چنان امروز کینه و عداوتی در مقابل ما گرفتن که اگر ما بگیم که شیر سفید است، اینا به زور میخوان ثابت بکنن که نه خیر، شیر سیاه است، چون که انصاری گفته که شیر سفید است. انسان نباید این گونه باشه. من سبحان الله معنی این آیتی رو که الله سبحانه و تعالی میفرماید در مورد انسان‌ها که کسانی که پدرانشان، مادرانشان، قل این کان آباؤکم و ابناؤکم و اشیرتکم الی آخر آیت، که میگه که اینها اگر در نزد بعضی انسان‌ها از الله و رسول نزدیکتر باشد، عزیزتر باشد، این انسان‌ها ایمان در دلشان جای نگرفته است. هرچی فکر می‌کردم مصداق این آیه چه کسانی خواهد بود. لا تجد قوما یؤمنون بالله و بالیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. خدایا مصداق این آیه چه کسانی خواهد بود. بعد از این که بر علیه سیاف و حکمتیار، اونم بر علیه اونم، نه که من دشمنای شخصی با اونها داشته باشم. والله من از خیلیمون حزبیایی که امروز مرا متهم میکنن حزبی ترم. ما جان دادیم، خون دادیم در حزب اسلامی. حالا اونا اومدن، چون مسئله حکمتیار نیست، مسئله الله و رسول است. 1000 میلیون مثل حکمتیار فدای الله و رسول، 1000 میلیون مثل حکمتیار فدای دین الله سبحانه و تعالی. حالا چون اون یک اشتباهی کرده، ما باید قبول بکنیم، بگیم چون حکمتیار صاحب گفته درست است. الله متعال میگه لا تجد قوما یؤمنون بالله و بالیوم الاخر. تو پیدا نمیکنی قومی را که به الله و به روز آخرت ایمان داشته باشن دوستی بکنن با کسانی که دشمن الله و رسولن. اینجا دشمنی الله و رسول تنهایی نیست که تو یهودی باشی، نصرانی باشی، سلاح بگیری بر علیه الله و رسول. کسی که به اسم مسلمان بر علیه احادیث پیامبر مبارزه میکنه، کسی که به اسم مسلمان، به اسم ملام، حالا مولای اسلام تو چرا گپ زدی؟ بابا جان، یک انسانی که امروز ملت افغانستان حداقل این از امنیت و آرامی دارن. طالب خوب و بد است، والله من به او کاری ندارم. حداقل این است که جنگ نیست، امنیت است، آرامی است. بازی بلعم باورا بلند شده که آی باید این رو برای حکومت جنگ کرد. تو کجا هستی؟ خود اینا باور کنید امروز در مشغول عیاشی و خوشگذرانی در اروپا و آمریکا و دبی و ترکیه و در اینجا هستن. ملت بیچاره باید بلند شه مقاومت بکنه. چرا مقاومت بکنه؟ چون که عطا محمد نور دوباره برگرده، احمد مسعود دوباره برگرده، احمد ولی مسعود بعد دوباره برگرده، سیاف دوباره برگرده، همین دزدهای بیشرف و بیناموس دوباره برگردن، همینا که خالد پسر عطا محمد نور 6 میلیون، این که کمترینشان است، 6 میلیون دلار یک خانه در دبی خریده. خب این 6 میلیون دلار از کجا آورده؟ این ملت بیچاره پول شماست، حق شماست، حق یتیم و بیوزن و بدبخت و بیچاره رو دزدی کردن. امروز رفتن در دبی و در اروپا و آمریکا مشغول عیاشی و خوشگذرانی هستن. بعد این بلعم باورا بلند میشه میگه که باید جنگ کرد، این حکومت شرعی نیست، اسلامی نیست. خود دیوس بی غیرت، تو دیروز که همین باداران تو فهیم و عبدالله و یونس قانونی همینا رفتن در بن افغانستان رو 2 دسته به آمریکا تحویل دادن، در مقابل امضای موافقت نامه بن هر کدامش 100 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون، 400 میلیون دلار گرفتن. تو روز کجا بودی؟ تو رو چرا صدای در نیامد که افغانستان رو نفروشید؟ این حکومت غنی، حکومت شرعی بود. تو بی غیرت یک روز صدای در نیامد. حکومت کرزه حکومت شرعی بود، یک روز صدای تو در نیامد، مقاومت نگفتی. امروز همین حکومت شرعی است یا شرعی نیست من بینش کار ندارم. همین حکومت امروز آمده امنیت را آورده، استقرار را آورده، هر چی که هستن امروز آرامی است در افغانستان. کاری که اینا در 2 سال کردن شما بی غیرت‌ها و وطن فروشا در 20 سال نکردید.
ثانیاً اگر میخواید چهره واقعی اینا رو، من نمیخواستم این چیزها رو نشون بدم، والله اینجا من چیزایی که میخواستم در مورد اینا صحبت بکنم از 2-3 هفته آماده است که کلیپ ها و چیزایی که از اینا دارم، از جنایت هاشون، خیانت هاشون، از وطن فروشی، دین فروشی هاشون، اما نخواستم وارد این موضوعات بشم چون بعضیا متاسفانه هنوزم تا خرخره غرق هستن در منجلاب تعصب حزبیگری، تعصب جمعیتیگری، تعصب رهبرپرستی، تعصب قوم پرستی. من یکی از کلیپ هاشون فقط اینجا خدمت شما تا شما بشناسین که اینها کیا هستن، چی هستن. دوستان عزیز، من یک لحظه فقط این رو کامپیوتر رو من وصل بکنم، دوستان بتونن این صحنه رو نشون بدن تا شما ببینید که اینها کی هستن. من یک تماسی رو بگیرم تا وقت وصل شدن. بله بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید، سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید، تشکر از شما، بفرمایید. سلامت باشید، الله مطالعه استان کند. سلامت باشید. سلامت باشید، الله مطالعه استان کند. تشکر از شما. سلامت باشید. سلامت باشید، حتما ان شاء الله. تشکر از شما برادر عزیز، تشکر از شما. سلامت باشید، تشکر. سلام و رحمت الله و برکاته. مردم تاجیکستان فرزندان امام بخاری هستند، میدانید؟ فرزندان امام بخاری هستند، فرزندان امام ابو حنیفه هستند، فرزندان امام ترمذی هستند. الله سبحانه و تعالی همان مجد و عظمت و علم و دانش و همان تاریخ زرینی که ملت تاجیکستان دارد و دوباره برگرداند. برمیگردیم سر موضوع. الان دوستان نشون بدن این تصویر میدانید کی است؟ این قاسم سلیمانی است. این قاسم سلیمانی است و این فیلم هم از صفحه خود قاسم سلیمانی ما گرفتیم. این از صفحه خود قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی کی است؟ قاسم سلیمانی قاتل میلیون ها اهل سنت در عراق، در سوریه، در افغانستان، در پاکستان، کسی که دستش تا آرنج در خون ملت اهل سنت در کشورهای منطقه آغشته است. این انسان در یک جلسه هست در افغانستان، شاید برای اولین بار خیلی ها این چیزو ببینن. در این جلسه مولوی عصام است، سیاف است، وزیر دفاع در حکومت اشرف غنی، آخرین وزیر دفاع اون هست و چند نفرای دیگه هستن، اکثرشون رو میشناسید. من این رو خدمت شما عزیزان پخش میکنم، ببینید، بعد از اون متوجه بشید که این جبهه مقاومتی که اینا میگن و این سیاف و این مولوی عصام، این افسارشان دست کی بوده، افسار اینها دست کی بوده. شما بعد از دیدن این کلیپ متوجه میشید و مثال این وثایق و فیلم ها خیلی زیاد است. اینا رو که بگذاری انصاری، شما چرا بر علیه حضرت استاد صحبت کردید؟ ببینید دوستان عزیز. بسم الله محمدی وزیر دفاع.
اینم یکی دیگه از این رهبرای. اینم مولای اسلام. این چهرش. شما به خاطری که ببینید که افسار اینها دست کی بوده؟ دست قاسم سلیمانی، دست یک خونخوار، دست یک جنایت کار، دست یک کسی که دشمن اهل سنت. با دیدن این فیلم ها، اینم عبدالله در اینجا متوجه میشید که اینها فرمانشان، افسارشان در دست کیا بوده؟ نگاه کنید. خود فیلمی است که ایرانی‌ها این رو پخش کردن. ببینید اینا این گونه انسان‌هایی بودن و الله سبحانه و تعالی اینها رو خوار و ذلیل کرد یک بار به خاطر جنایت هایی کردن، به خاطر خیانت هایی که کردن. و ما اگر بخوام در مورد کارهایی که اینها کردن بخوایم صحبت بکنیم نیاز به یک برنامه خاصی داره. منتها همینقدر بدانید کافی است که اینها تا خرخره در خیانت به افغانستان، به ملت افغانستان، به اسلام و به اهل سنت اینا غرق بودن. بیننده عزیز از افغانستان بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. بازم سلام احترام تقدیم شما استاد معزز. ما مشایب از مدار هستم که پیشتر مشکل اینترنت داشتم. بله بفرمایید. بازم دوباره به تماس شدیم. بله بفرمایید. ما که موضوعات را که برایتان پیشتر یادآوری کردم باز دوباره یک تذکر بدم به خاطر اینکه بعضی گپایی بود که من می‌خواستم بگم گفتن نتونستم به دلیل زیاد بودن اینترنت. من محمد هستم از مزار. درست برادر عزیز. شما خیلی موضوعاتی را بیان کردید و صدای شما را ما کاملا داشتیم. اگر اجازه بدید بقیه بیننده صحبت بکنن چون وقت کم است، به پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم. درست استاد محترم، فقط یک دو سه دقیقه مرا وقت بدید من بعض موضوعاتی که مانده. شما اگر که پیام صوتی بگذارید انشاءالله در برنامه پخش خواهیم کرد و گوش میکنیم انشاءالله. تشکر از شما برادر عزیز. درست. زنده باشید. تشکر میکنم چون بینندگان زیادی پشت خط هستن و ما وقت کافی به شما دادیم. الله متعالفتان کند. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. سلامت باشید برادر عزیز. دوستان گرامی، من میخواستم که در باره چندی از موضوعات که فعلا در افغانستان جریان داره و من هم ساکن افغانستان هستم میخواستم که صحبت کنم و کمی وضاحت بدم. من بیننده برنامه شما بودم و برادر ما که قبلا درباره حکومت فلحال بعضی از موردها را بیان کردن و من هم بعضی از نظریات شخصی خود را در این مورد میخواستم که شریک بسازم اگر وقت باشه. بفرمایید. خب در قدم نخست خب موضوع قاری صاحب عبدالکبیر حیدری بود که من شخصا خودم یکی از علاقه‌منداشون بودم و بعضی از دروس تجوید را که خیلی با وضاحت و بصراحت تشریح میکردن. دشمنی ما با آنها دشمنی شخصی نیست. نمیتونیم کلمه دشمنی را در این مورد استفاده کنیم. درست. تضاد مذهبی. درست. شخصی امهات المؤمنین چون مؤمنین اگر جمع مؤمنان باشیم باید با آنها مکمل احترام بگذاریم. درست. و ثانیاً در حکومت مشکلات اساسی جریان داره و از طریق برنامه شما اگر این موارد بر ازنا تذکر داده شود و در اوایل حکومت یعنی در سال نخست که حاکم بر افغانستان شدند جهت اخذ شهادتنامه راهی کابل شدم و همچنان در اونجا چنان فسادی داری بود که
اکثر کسانی که مجاهد صاحبا بودن بدون در نظر داشت کدام کاتگوری و بدون در نظر داشت مشخص هایی که یک محصل باید داشته باشه و یک متعلم باید داشته باشه شهادت نامه هایشان تاپه می شد و فساد کلی جریان داشت و همچنان در قسمت تضادهای زبانی و قومی صراحتا جریان دارد در داخل افغانستان. ساکن فی الحال افغانستان هستم. درست. و همچنان در دانشگاه بلخ که در لوحه صراحت دانشگاه که یک طرف دانشگاه بلخ و طرف دیگر پوهنتون بلخ نوشته بود. متاسفانه کلمه دانشگاه را که بنابر دری بودن، بنابر فارسی بودن واژه حذف کردن و در هر دو طرف پوهنتون بلخ شد. درست اینا مکمل تضادهای زبانی و تضادهای قومی و صوتی را نشان میده. اینا در همین مسئله دانشگاه بلخ در زمان حکومت اشرف غنی شد برادر عزیز؟ نه خیر، در حکومت طالبان، آغاز حکومت طالبان بود. نه من دقیقاً به یاد دارم که در زمان حکومت اشرف غنی هم همین اتفاق افتاد که حتی محمد نور و بعضیا اعتراض کردن به این مسئله. درست، ولی آن زمان جدی گرفته نشد. واژه دانشگاه هنوزم باقی بود و متاسفانه با گرفتن حکومت کلمه متاسفانه را استفاده نمی کنم، حتما خیری بوده که خداوند متعال حامی حاکم بر دولت ساخت و واژه دانشگاه حذف شد و همچنان یعنی محصلین دانشگاه میدانند که چی تضادها و همچنان حتی در دیپلم نمیدونم نکتایی چی کار کرده، در دیپلم عکس و نکتایی مشکل نداشته شد. یعنی این مواردهای جزئی است ولی نمیدونم که مواردهای اساس را که بحث تعلیم دختران و همچنان رسیدگی به حوادث، رسیدگی به مواردهای جدی و همچنان یعنی بررسی سوء استفاده هایی که از موقعیت های شغلی میشه در ساحه هایی که دوردست است. وقتی اشخاص به خاطر سروی میرن در او قسمت ها عقل ها و معاش ها خورده میشه، فیصدی ها گرفته میشه. یعنی در این موارد نمیگم که تمامشان. در اخیراً کابل رفته بودم حتی تا وزارت خارجه و خیلی برخورد خوب، حتی با معاون صاحب خیلی برخورد خوب و خیلی مشکلات را خوب حل میکردن. متاسفانه همون کاسلیسایی که تحت نام دولت سوء استفاده میکنن، همون قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که آخر زمان از فتنه دجال کردم، از فتنه کسانی که خود را مولا مینامند میترسم. عین حال در حکومت فعلی جریان دارد. کسانی که تحت نام حکومت کار میکنن، کسانی که تحت نام حکومت سوء استفاده میکنن، جلوی از اینا گرفته شود و یعنی دزدی ها مثل سابق دوباره در حال جریان و در حال شیوع هست و همچنان حقخوری ها، سودخوری ها، تمام این موارد باید جلوی فساد گرفته شود و از کانال شما من تقاضا را دارم، از نهاد شما تقاضا را دارم که لطفاً در این راستا همچنان در راستای اختلاف های مذهبی که بین ما وجود داره، درست؟ بله. اساس یک چیز است ولی اختلاف متاسفانه در مذهب هستن و همچنان روافض گپ از اونها جداست، از اونها دین است ولی متاسفانه اختلاف های جزئی را شما باید کنترل کنید چون نهاد معتبری هستین. من هم خیلی وقت میشه که پیگرد میکنم شما رنی دنبال کننده تون هستم و شخصا راضی هستم از وضاحت دادن و همچنان رسیدگی در موارد خیلی اساس و مهم و آنی و از شما تقاضا را دارم که در این عرصه کوشا یعنی بیشتر از این باید کوشا باشین و همچنان تا جایی که دست شما میرسه شما اطلاعات را پخش میکنین و همچنان یک خاص دیگه می بود که رابطتون با دولت مستحکم بسازین و همچنان بالای این موارد اگر دسترسی دارین کار بیشتر بالای اساسات یعنی تسهیل جامعه، تسهیل تحصیلات و همچنان رفاه و آسودگی برای دریافت کار و همچنان زمینه کارسازی برای جوانانی که تحصیل میکنن مبادا ای که برن به کشورهای همسایه مثل پاکستان، ایران، ترکیه با الفاظ بده که اونا میگه بشنون زمین کار صورت بگیره، کارسازی و همچنان رسیدگی در این موارد صورت بگیره. به نظر من انشالله یک افغانستان با سعادت، یک افغانستانی که به سوی فلاح و رستگاری میره خواهد داشتیم. بله، من یک مسئله رو برادر عزیز و بزرگوار از طرز صحبت شما و از مسائلی که مطرح کردید آشکار است که شخص فرهنگی صاحب
علم و دانش و کلتور هستید. یک مسئله رو میخوام از شما بپرسم، یعنی مثال شخصی، کلاً بدور از مسائل قومی و دولتی و فلان اینها. آیا برای شما فرق میکند که در یک مکانی در آنجا بهترین علوم عصری دنیا را فرا بگیرید که در بالای تابلوش نوشته باشد دانشگاه، یا اصلا دانشگاه نه پوهنتون، یا اصلا پوهنتون و دانشگاه نه یونیورسیتی یا هر چیز دیگر؟ آیا فرق میکنه برای انسان؟ نه خیر، ما همیشه وقت علم را تحت نام علم خوندیم. آفرین. نه نالج، نه پوهنه و نه همچنان علم. فقط دانش یا فقط تحت نام علم خوله که اقرا به اسم ربک الذی خلق. درست. ما اقرا میکنیم، درست است؟ این درست. ما مهم نیست که تحت کدام عنوان است. ما فرا میگیریم، فرا گرفتن علم بر مرد و زن فرض است. درست. و ما فقط نشان دهنده صحبت های برادرم ها بود که قبلا گفته، یعنی شما پرسیدین که فعلا در افغانستان آیا تضادهای قومی، تضادهای صوتی و تضادهای زبانی است؟ آخر ما خواستم در این مورد یک درست. اما یک موضوعی را که تشکر از شما، یک موضوعی را که اینجا قابل یادآوری است این است که پدر من، پدر بزرگوار شما، اجداد ما از 100 سال به این طرف در این وطن درس خواندن، دانشگاه رفتن و در همون دانشگاه همش پوهنتون بود. پوهنتون کابل، پوهنتون هرات، پوهنتون جلال آباد، پوهنتون بدخشان، پوهنتون تخار، پوهنتون بغلان. هیچ مشکلی نبود. گاهی اوقات من به یاد ندارم که پدر من گفته باشد که والا ما سر کلمه پوهنتون حساسیت داشتیم. حساسیت وقتی ایجاد شد که در سال 2008 همین امپراپوف شمال به اصطلاح آوردن، گفتن که کلمه پوهنتون را برداشتن، دانشگاه بلخ گذاشتن. من دقیقاً این مطلب رو پیدا کردم. دوستان اگر این سفر رو نشان بدن، ساعت 12:10 روز پنجشنبه 25 سپتامبر سال 2008 برابر با 4 مهر ماه یا میزان 1387. بعد پلیس آمد و خلاصه 3-4 روز پوهنتون بلخ یا دانشگاه بلخ تعطیل شد. و ببینید هر اکشن یک ریاکشنی داره، درست است؟ ما در یک مملکتی زندگی میکنیم که باید همین حساسیت ها را ما سبب برانگیختنش نباشیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی دقیق میفرمایند که دعوها فانها منتنه، بگذارید این تعصبات قومی و زبانی و اینا را که اینها بویناک است، یعنی گندیده است. چرا؟ اکرمکم الله، یا به اصطلاح افغان ها میگن گلاب بر رویتان، یک چیزی گندیده ای را اگر انسان بخواد تکان بدهد، بوی گند و کثافتش همه فضا را آلوده میسازد. درست است یا نه؟ بابا بگذار اسمش پوهنتون باشد، مهم این است که در آنجا من و تو چه علمی میآموزیم. یا اصلا دانشگاه باشد، خطابم برادران پشتون ماست که دانشگاه باشد، مهم این است که ما در اونجا علم یاد بگیریم، مهم این است که ما در اونجا یک چیزی بیاموزیم. لابراتوار پوهنتونای ما ندارد، کوادر علمی ندارد، کتابخانه های علمی ندارد، مراکز پژوهش و به اصطلاح دراسات ما مطالعات نداریم. یک کتابخانه به اصطلاح عام و کامل درست حسابی حتی در پوهنتون کابل ما نداریم. بعد بیایم دعوای ما سر این باشد که والا در تابلو نوشته از پوهنتون یا دانشگاه. دقیقاً. استاد عزیز، استاد نهایت گرامی، غرض ما از ذکر از این خداوند از دل ما گاست که دامن زدن تعصبات قومی و زبانی نبوده. میدانم من منظور من شما نبودید، الله متعال شاهد است که منظور من شما نبودید، فقط خواستم این رو تبیین بکنم برای بینندگان. بفرمایید. بله. و همچنان خواست ما واقعیت خواست ما است من حیث یک کسی که ساکن افغانستان است و من حیث یک شهروند که ما هر جمعه که ما دعا میکنیم به دوام حکومت امیرالمؤمنین، درست؟ بله. خداوند حکومت را حاکم بسازه و همچنان حاکم با عدل، درست. حاکم باشه که تمام حقوق ها را بر اساس اسلام، نه بر اساس سوء، نه بر اساس قومی و نژادی، فقط بر اساس اسلام. انشاءالله بخیر به سوی یک افغانستانی بریم که تمام ما بتونیم آرزوهای را در زیر پرچم حکومت اسلامی برآورده بسازیم که همانا آرزوی همه ما رستگاری و فلاح خیر دنیا و آخرت است. آمین. که انشالله در این عرصه بیشتر کار صورت بگیره. یعنی من نمیتونم که اسم استاد را به صراحت ذکر کنم، ولی میتونم گفته که حتی در دانشگاه ها به مراتب کمک ها
هایی شدن جهت بازسازی و جهت بهینه‌سازیشان و اپدیت سازیشان با مدرن های روز و همچنان جهت ساختن تعمیرها و یعنی ساحه های برای پرورش و پژوهش و انکشاف نسل جوان. و متاسفانه از طرف همین امپراتور بلخ و یا هم از طرف حکومتدارای قبل پیشین به مراتب به میلیون ها دلار نه افغانی به میلیون ها دلار متاسفانه به جیب بسیار بزرگی غاری از اینا رفت که متاسفانه نتونستیم که به یک ساحه اکادمیک به یک ساحه‌ای که نیاز است دانشگاه یا محنتون یا هم یونیورسیتی به هر کدامش که دلالت میکنه مهمی است که ما اونجا علم فرا میگیریم. اصلا از نظر من قسم مطالعاتی که داشتیم در قبل یا در حال اصلا اساس اسلام اساس دولت اسلامی از روز خراب شد که واژه دانشگاه را از مسجد جدا کردن، واژه پوهنتون را از مسجد جدا کردن. درست. مساجد ما باید بهترین مکان تصمیم گیری و علم و فنون باشد. متاسفانه فقط برای 5 وقت نماز استفاده میشه. درست. و در راستای کارگزاری امامان مسجد در راستای عنواندهی برای تبلیغ نماز جمعه، چون ما در جامعه زندگی میکنیم که حرفهای ملاها حرفهای امامان مساجد ما بیشتر از حرفهای دکترها و پروفسورها تأثیر داره بالای مردم جامعه ما. یعنی بالای از اینا بیشتر کار شوه و همچنان جهت اطلاع رسانی و همچنان افزایش علم و درک عوام جامعه و همچنان برای کسایی که دسترسی به علم داره یعنی زمینی خوبتر فراهم شوه و همچنان قسمی که قبلا ذکر کردم باید زمینی کار بیشتر شوه تا ما شخصا خود من حیث یک جوان دیگر آرزوی من نیست که برم، باور کنین آرزوی من نیست که من برم به کشور حتی اگر امیال مثلا در افغانستان مگه ماهانه 20,000 معاش داشته باشم اگر ماهانه $5,000 در کشورهای اروپایی و آمریکایی برابر شود نمیرم. درست است؟ من حیث یک جوانی که 12 سال 14 سال 16 سال در افغانستان یا 18 سال در افغانستان درس خواندیم و باید او حقی را که دولت بالای من روزانه سرمایه گذاری کرده دوباره باید به خدمت جوان ملت به خدمت طفل ملت باید گرفته شود. درست؟ پس باید به چنین جوانانی که هدف خدمت دارن زمینه باید مساعد شود به دور از نژادها به دور از قوم به دور از نژادهای اما قسمی که خداوند رو میفرماید برای رسمان چنگ بزنین برای رسمان یگانه که قرآن و احادیث است. فقط اصل و اساس ما برادری و تحت یک اسلام تحت بندگی یک خداوند و تحت امت بودن یک رسول الله صلی الله علیه و سلم ادامه بدیم ان شاء الله. تشکر از شما برادر عزیز. الله مطالب ستان کنه. بخیر باشید. سلامت و خوش. سلامت باشید. الله یارب. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این برادر عزیز بزرگوار. بعد یک مطلبی رو اینجا خدمت عزیزان میخوام نشان بدم. ببینید این یک روزنامه عراقی است. چون من این اخبار این شخص رو پیگیری میکنم. رئیس مجلس الاخوة الاسلامیه فی افغانستان طالبان تحارب لسیطرة الپشتون علی البلاد. رفته با یک روزنامه عراقی مصاحبه کرده بعد در اونجا گفته که طالبان به خاطر سیطره پشتونها در افغانستان جنگ میکنن. آیا این دامن زدن به نفاق نیست؟ مسائل قومی نیست؟ اینش بسیط. حالا برو بگیم که این حرفش درست. رفته با شبکه العالم با اونا صحبت کرده میگه که این امین آقای حسام میگه که الامام الخمینی احد رواد التضامن فی العالم الاسلامی. امام خمینی یکی از به اصطلاح پرچمداران همبستگی اسلامی در جهان است. حالا که یه چیزای دیگر که گفته در اینجا هم باز با یک روزنامه ایرانی به زبان عربی چیز کرده مصاحبه کرده. در اینجا هم ایشون و محسنی رفتن اونجا تعریف و تمجید به اصطلاح خمینی و حکومت ایران رو کردن که این در آوا پخش شده. در اینجا گفته که مولوی حبیب الله حسام حضرت امام خمینی فراتر از مذهب اهل تشیع کار کرد و حرکت ایشان دفاع از جغرافیای امت اسلامی بود است. صحبت های ایشون هست در اینجا. چون وقت برنامه کم است من نمیخوام به تک تک اینها بپردازم.
فقط همین که طرف میره از خمینی دفاع میکنه و در سمینارهایی که در ایران درست میشه ایشون در صف اول دعوت میشدن. آیا دوستان عزیز خمینی که در کتاب خودش، من اینجا خدمت شما عزیزان نشان بدم، خمینی که در کتاب خودش، این کتاب طهاره خمینی است، در کتاب طهاره از امام خمینی در اینجا میگه که، بارها اینو نشان دادم، در اینجا میگه که عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و طرفدارانشان خبیث‌تر از سگها و خوکها هستند. در صفحه، دوستان برن در کتاب طهاره بخش طهارت کافر صفحه 457 برید در اونجا ببینید، حرف ما رو قبول نمیکنید. نزدیکترین کتابخانه برید، کتاب طهاره جلد، یک لحظه که من جلدش یک بار دیگه بگم، دوستان عزیز برن در اونجا، جلد سوم، کتاب طهاره جلد سوم تالیف خمینی. ما هم چاپ نکردیم این کتابو، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی چاپ کرده. بله دوستان عزیز، ایشان مولوی صاحب حسام این یک شخصیتی است. وقتی که ما در مورد او صحبت کردیم، یک شخصیتی که فروخته شده نوکر ایران، رئیس شورای اخوت، و ایران رئیس شورای اخوت کسی رو تعیین نمیکنه که یک انسان آزاد و مستقل باشه، یک انسانی رو تعیین میکنه که نوکر باشه. و یکی از سربازای قاسم سلیمانی و امروز هم هدفش در افغانستان والله بالله تالله که ایجاد صلح و امنیت و حکومت فراگیر و اسلامی در افغانستان نیست. اگر این انسان خوب می بود در این مدت 20 سال صداش بلند می شد. در این مدت 20 سال اصلا انگار نه انگار که در افغانستان مشکلی وجود دارد. الان بعد از این که مردم افغانستان یک نفس راحت کشیدن، یا آقا سر بلند کرده که باید این کرد و باید اون کرد. فریب انسان‌ها رو نخورید ملت افغانستان، فریب این جنایتکارا، این وطن فروشا، این خائنین رو نخورید، بس است. امروز بیایید پشتون است، تاجیک است، ازبک است، هزاره است، ترکمن است، از هر قوم و از هر سمتی که از فارسی زبان است، پشتو زبان است، همدیگر رو در آغوش بگیرید، با وحدت، با همبستگی با همدیگر زندگی بکنید. در این 40 سال اخیر کمونیست‌ها آمدن، حزب خلق و پرچم درست کردن، به وسیله نژاد، به وسیله زبان دو حزب درست کردن، ما رو به جان هم دیگه انداختن. هر وقتی که خواستن از یک گروه، از باند پرچم بر علیه خلق، از باند خلق بر علیه پرچم استفاده کردن. مجاهدین همینطور، این جمعیتی است، این حزبی است، این حزب پشتوناست، این حزب ظاهرشاهی است، این حزب نمیدونم اخوانی است، این حزب تبلیغی است، این حزب حنفی است، این حزب صوفی است. چیکار کردن؟ به جان هم دیگر افتادن، آخر وطن رو خراب کردن. امروز جوانی که امروز 40 ساله است، کسی که امروز 40 ساله است، 40 سال عمرش رو این رهبرای خائن و ذلیل و وطن فروش و جنایتکار ما، ربانی، سیاف، حکمتیار، مجددی، گیلانی، محمدی، همه اینا خائنن. 12 حزب شیعی که مزاری و محقق و کابلی و نجفی و همه اینا خائن بودن. اگر اینا خائن نبودن، اگر اینا جنایتکار نمی بودن، امروز ما جوانهای افغانستان، عمر ما در کشورهای خارج، در بیرون و اونایی که در داخل بودن، در داخل افغانستان نابود شد به خاطر همین جنایتکارا، به خاطر همین وطن فروشا. یکیش خودشو با پاکستان فروخته بود، یکی خودشو به ایران فروخته بود، یکی در مقابل دلار، یکی در مقابل ریال، یکی در مقابل روبل وطن رو فروختن، جنایت کردن. امروز اونها رفتن در کشورهای خارج. فرزند کدام رهبر در افغانستان کشته شده؟ فرزند کدام رهبر بی سواد هست؟ امروز فرزندانشان ماستری دارن، دکترا دارن. امروز دخترایشان رستوران ها درست کردن. دختر ربانی امروز بزرگ رستوران کشمش در دبی، بزرگترین رستوران افغانی از او است که والله ثروتمندترین تاجر افغانستان نمیتواند بره در اونجا 4 نفر رو میمان بکند، غذا بخورد، غیر از کسی که وزیر باشد، رئیس باشد و یا پولهای دزدی داشته باشد. یا دخترها فرزندان گیلانی و مجددی و اینا در کجا هستن؟ تو ماندی، تویی که دیروز هم به خاطر همینها جان خودتو فدا کردی، تویی که دیروز به خاطر اینها پای خودت رو، دست خودت رو، چشمتو از دست دادی، تویی که به خاطر همینها دیروز خانه وطندار خودتو خراب کردی، راکت زدی، با گلوله زدی، همدیگر رو کشتین. تویی که این همه جنایت به خاطر همین رهبر رو به خاطر حزب کردی، امروز تو در افغانستان ماندی و اونها رفتن دارن عیش و نوش خودشان رو میکنن.
از کدامشان فرزندانشان امروز در یتیم خانه ها است؟ اما فرزندان شما ملت بیچاره امروز در یتیم خانه ها است. فرزند کدام رهبر امروز در یتیم خانه و دارالیتاما در افغانستان سرپرستی می شود؟ دختر کدام رهبر امروز در یتیم خانه در افغانستان بزرگ می شود؟ اما این دختر و فرزند و پسر من و تو بدبخت بیچاره ملت هستند که امروز در دارالیتاما در به در خاک به سر افتادن. امروز مردم ما سرپناه ندارن، در خیمه زندگی میکنن، در خانه هایی که باور بکنید خانه های قرون وسطایی مردم ما زندگی میکنن و این رهبرای خائن مثل سیاف امروز در قصرها در ترکیه و در امارات زندگی میکنن، در قصرها زندگی میکنن و هنوز هم متاسفانه بعضیای پیدا میشن که از اونها دفاع میکنن. مصیبت در اینجاست که هنوزم بعضی از اونها دفاع میکنن. از برای خدا چه جنایتی در حق این ملت اینا نکردن. همین که 40 سال 2 نسل این جامعه رو بی سواد، بی علم، بی فرهنگ اینا به بار آوردن، همین جنایت اینها کافی نیست؟ بعدم بلند بشیم ما بگیم که والله اینا مجاهد بودن، اینا جهاد کردن. مثل یکی از دعوتگران اروپایی در تلویزیون، اینها جهاد کرده بودن روزی که شما فلان و علان میکردید. جهاد کرده بودن به خاطر خدا کردن، آخر زدن جهادم خراب کردن، مجاهدم خراب کردن، اسلامم بدنام کردن. چی گذاشتن از اسلام و از جهاد از مجاهد در افغانستان و در خارج از افغانستان؟ بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید برادر عزیز. برادر گرامی، من دیروز برنامه شما را تماشا کردم، در برنامه برادر عبیدالله. بله. باور تو برادر گرامی، آدم اگر قلبش مرده باشه، همون قلب مرده زنده میشه. از سخنهایی که شما گفته، از درباره شجاعت، درباره مردانگی، درباره مورد ناموس، در همه چیزهای در کاری گپ زده. من این رو قرض همسایگی خود همچون همسایه فکر کردم که باید که من به شما اظهار تشکری کنم. سلامت باشید برادر. بسیارتر برآمد کنه برای که ما رو به شما آوردگیم. ملاهای ما، عالمهای ما، دیگر ما از ویا هیچ بوی امیدی نداریم. طرف اهل سکوت رفتن، آب در دهان گرفتن. برادر برای هوای برادر جان، من در شبکه‌های اجتماعی این سوال است. در شبکه‌های اجتماعی مثال در فیسبوک اینها من کمتر همین شدیدتر از همین ملاها وای میکنم، نسبتشون حرف میزنم. از کدام ملاها؟ از همون ملاهای تاجیکستانی که در طرف پهلوی طاغوت ایستادگری کرده استادیم، نه از اون ملاهایی که خاموش هستن به مانند ایشان تورجان، ایشان چی نو داره بابای بای قاضی بود که تورجان زاده، ایشان نورالدین جان. من از اونها چه جای اون نیست که ما باید که با اونها رو صرف نظر کنیم. اقلش خاموش هستن، سکوت هستن. بله. چی نو داره؟ بله. ما باشیم. من در جواب میگم که من بچه ها بعد همین بسیار آدم ها چند گروه میشید، یعنی هم مجاهد هم چی هم که باشن، مبارد هم باشن، بعضی ها همین ملا پرستی میکنن، میگه از ملا ها بسیار سختگیری نکنه. من گفتم به شبکه‌های اجتماعی من به همون برادران خودم جواب میدم، میگم آیا همون 10 سال اجازه، این سوال اکو به خود شماست که آدم میتونه که 10 سال دعوت کنه، 10 سال دیگه غفلت درآورد، یا که آب در دهان بگیره خاموش شود به خاطر ترس. برای او 10 سال این وقتی که اینا دعوتش سر کردن، برای شهرت بود، برای جای بود، برای مقام بود، اینها از حساب مجاهدان او وقت زبان داشتن بلند در میکروفون و گپ میزدن، برای که
اگر به خاطر مجاهدان، به خاطر جا و مقام، به خاطر امنیت خودشون که میکردن، او اگر به خاطر خدا کی بود، او خدا که هست تا حال، چرا به خاطر خدا این بود نمیبراین برآمد کنه دوام کیاد؟ برای همه من گفتنیم که همون برادرانی که به طرف ما سنگ میپرتویند میگن که از مداملوها باید نگنه که باید عذر دارن، باید نظر فشار هستن. چرا که یک بار نمیگن که همون ملاها چرا خودشون رو در جای ما فکر نمیکنن که ما در زیر فشار هستیم؟ و اگر در درون تاجیکستان هم که باشن، در پیش زن و فرزندشون نشسته، ما زن و فرزند و در زیر فشار حکومت است. مادرم 4 فرزندم، زن و خش و تبارم در زیر فشار حکومت مقامات های قدرتی از هر روز میگیرن میبرن و الله میدونه که با چی میگذاره. چرا که ما وقتی که از ملاها دعوت میکنیم، با یگون نمود ملا پرستش میبره میگه که از ملاها سختگیری نکنه. محال آن که هدف من فقط بلای ملاهایی که در طرف طاغوت ایستادگی کردن به طرف ما سنگ میزنن. من از اون ملاها متنفر هستم. اون ملاها را من وای گفته شدم. درست. اظهار ناراضگی دارم. تشکر از شما برادر عزیز. جوابته. تشکر از شما. چشم، حتما در این مورد صحبت میکنیم برادر. سلام و رحمت الله و برکاته. ببینید برادر عزیز، عالم دین مسئول است، دعوتگر مسئول است، حاکم مسئول است، شهروندها مسئول هستند. هر کدام از ما مسئول هستیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر کدام از ما به اندازه وسعت خودمون، قدرت خودمون، علم خودمون مسئول هستیم. مثلا شاید یکی بیاد بگه که خب تو رو چه به تاجیکستان، تو رو چه به عبدالکبیر حیدری، تو رو چه مثلا به مولوی حسام، تو رو چه به سیاف، تو رو چه به رهبر، تو رو چه، تو برو زندگی تو بکن، کار تو بکن. ایده اومدن چی گفتن؟ به خاطر شهرت و به خاطر نمیدونم پول و به خاطر به قول معروفی که دوستان لحظاتی پیش از برام میگم هیچ کی نمانده که با شما دشمن نباشه. یک روزی که صحابه میگن آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله امی امور دین خیلی زیاد شده، ای خلاصه دین رو به من بگو، خلاصه دین چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود خلاصه دین لا اله الا الله است، یعنی توحید. خلاصه دین. این صحابی سرش انداخت پایین، فکر کرد، بعد گفت که یا رسول الله پس با همه دشمنی؟ بله برادر عزیز، اگر که امروز شما بخواید دعوت به توحید بکنید، دعوت به توحید تنها نیست که مردم بگه این شعار مشرک است، این کافر است، این موحد است، این فلان است. نه، توحید رو کاملا اگر بخواید در زندگی خودت پیاده بکنی، همه با تو دشمن میشن. بله امروز چون که مولوی صاحب اسلام الدین تاجیک است و فارسی زبان است و از پنجشیر است، شما ساکت بشین، چیزی نکن. والا استاد سیاف چون استاد است و بزرگ است و ریش سفید است و دانشگاه ازهر خوانده، تو چیزی نگو. حکمتیار به خاطر اینکه نمیدونم رهبر حزب اسلامی است و یک وقت جهاد کرده و فلان کرده، امروز هر غلطی میکنه، تو چیزی نگو. قاری عبدالکبیر قرآن میخوانه. بابا جان، خوارج یکی از نشانه های خوارج که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنن در آخر زمان چی است؟ میگن که چنان قرآن رو زیبا تلاوت میکند که شما اصلا خودتان را در مقابل اونها هیچ حساب میکنید. حق رو که انسان بخواد بگه، طبعا همه با انسان دشمن میشن. اما این حقگویی تنها وظیفه ملا نیست، این حقگویی تنها وظیفه دعوتگر نیست، این حقگویی تنها وظیفه یک معلم نیست، وظیفه همه بشر است، وظیفه همه مسلمان هست. ما که امروز میگیم که ملا چرا حق نگفت، ملا چرا این نکرد، ملا چرا این نکرد، اگر همین ملایی که حق گفت و حکومت برد زندان کرد، آیا من و تو بلند شدیم از او دفاع کردیم؟ نکردیم. به خاطر همین ملا تا سرشو بلند میکنه و حکومت میبره زندانش میکنه، چون که من و تو اعتراض نکردیم، چون من و تو وظیفه خودمون را انجام ندادیم. پس همه ما مسئول هستیم. امروز بعضی از بله این حکام کشورهای اسلامی که فلان و علان میکنن، اوکی، حکام کشورهای اسلامی گناهکار، حکام کشورهای اسلامی نوکر، دشمن، نوکر یهود و نصارا، هر چی که تو میگی درست.
تو چه کردی به عنوان یک مسلمان؟ تو چه کردی برای فلسطین؟ تو چه کردی برای تاجیکستان؟ تو چه کردی برای بقیه مظلومین دنیا؟ تو هم کاری نکردی. این حاکم از مریخ که نیامده، همین حاکم رو من و تو، از بین من و تو آمدن. اینا آدمای فضایی که نیستن، همین جوانهایی هستن که پدران و مادران ما تربیت کردن، در بین ما بزرگ شدن. چرا امروز مزدور شده؟ چون ملت مزدور است. چون همه ما به یک شکلی مزدور هستیم. امروز طرف پیپسی و کوکاکولا را نمیتواند از زندگی خودش حذف بکند، در حالی که همین دو شرکت گلوله هایی که امروز بر سینه اطفال و زنان و مردان فلسطینی می نشیند از پول همین شرکت کوکاکولا و KFC و ماکدونالدز و الی آخری هست، استاربکس و فلان. مگر می تواند بعضی از جوانان اینا را زندگیشان حذف کنند؟ نمی توانند. پس بنده هستند، بنده یهود و نصارا، بنده پرستیدن نه، یعنی برده هستند به یک شکلی از اشکال. پس همه ما باید وظیفه خود ما را انجام بدیم. این نه که ملا برد بیچاره. بعضیا من گاهی خود والله دارم برای ملاها میسوزد. خواه فقیه ترین قشر جامعه همین ملاها هستند، کم امکانات ترین قشر جامعه همین ملاها هستند. چی بگم، از نگاه اجتماعی، از نگاه اقتصادی، از هر نگاه ببینی اینها در فقر و بدبختی زندگی میکنن. اما بیشترین توقع ملت هم از کی است؟ از ملا هست. ملا باید برد سر منبر حق رو بگوید، ملا باید برد سر منبر برای حکومت گپ بزند، ملت باید حقوق ما رو بگیرد، ملا باید دفاع از ملت بکند، ملا باید این بکند، ملا باید این بکند. خب اگه ملای بیچاره رو بردن زندانش کردن، تو میری زن و بچه‌ش نان بدی؟ من یک روز در یک گروهی بعضی از دوستان همین کلیپ های استاد احمد ظاهر اسلمیار رو بر حله طالبا پخش میکردن. در یکیش به خصوصی گفتم تو میدانی که احمد ظاهر اسلمیار در صف طالبا به شهادت رسید؟ تو میدانی که احمد ظاهر اسلمیار با نیروهای امارت اسلامی یا همین نیروهای طالبایی که فعلا حکومت میکنن، با همینا دوش به دوش همینا بر علیه آمریکایی‌ها میجنگید، به شهادت رسید؟ تو امروز کلیپای رو میگیری بر علیه اینا پخش میکنی. وانگهی توی که این هم احمد ظاهر اسلمیار رو دوست داری، آیا از مادر پیر و کورش خبر داری که در کجا زندگی میکند؟ از نیازهای همسرش و فرزندانش خبر داری؟ نداری، چون تو در آلمان، در سوئیدن، در بریتانیا، در اونجا نشستی فقط کلیپای احمد ظاهر اسلمیار رو پخش میکنی. تو خبر نداری که بیچاره خانوادهش، مادرش چی میخورن، چی مینوشن، کرای خانهشان خبر داری کی میپردازه؟ نه. ما ترى الله اکبر، حق رو گفت، به شهادت رسید. خوب یک چند روز از ایاز نیازی و مجیب الرحمن انصاری و دکتر عاطف و هزاران نفر از علما و دعوتگران و بزرگان ما الله متعال رحمتشان بکند به شهادت رسیدن به خاطر حق گویی. بعد تو رفتی از خانواده‌اش پرسیدی؟ از زندگی خانواده‌اش خبر داری؟ از مشکلات اقتصادیشان خبر داری؟ اونا حق رو گفتن به شهادت رسیدن، تو چی کار کردی؟ تو وظیفت رو انجام دادی؟ نه. ما فقط دوست داریم که اونها بیان حق رو بگن، شهیدم شدن، ما چند روز بگیریم عکسشان رو در پروفایل ما در فیسبوک بگذاریم، بعد از اونها من الله اکبر دیگه کسی اصلا برایشان فکرم نمی کند. یک سال که گذشت فراموش میکنیم. به پایان برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني
وبلغني الحقيقة والأماني.